ابتداءً ربط سوره نساء را یک ربط اسمی بود که ابتدا عرض کردیم و گفتیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا نعبد ولا نستعین البقرة كما فعل اليهود ولا نعبد ولا نستعين آل عمران كما فعل النساء ونؤدي حقوق النساء حقوق النساء نحلة ونؤتي مهورها عرض کنم نحلة واللهم انزل علينا مائدة افضالك ورحمتك الى آخره که اینها همین ربط اسمی هست، یک عبارتی هست بعضی از اساتید و مشایخ اخیراً که از اول تا آخر ربط همه سوره های اسمی هست. علی ای حال، اما ربط معنوی که اصل اون ربط معنوی هست، اون اینه که در سوره آل عمران پاسخ به اشکالات و شبهاتی درباره توحید و رسالت بود، همچنین ترغیب و تشویق به جهاد و انفاق بود. حالا به منظور نظم بخشیدن به مسائل اجتماعی در سوره مبارکه نساء به صورت مفصل امور انتظامی بیان میشه، امور انتظامی که مربوط به نظم زندگی هست، ترتیب زندگی هست. و این امور انتظامی دو نوع هستند. در بخش اول اموری که مربوط به احکام رعیت هستند و در بخش دوم اموری که مربوط به حاکم هستند، احکام حاکم. اینها را میگوین احکام رعیت بخش اول که 14 تا هستند، 14 تا حکم میخوانیم. در بخش دوم احکام سلطانیه میگویند، اون احکامی و اون دستوراتی که مال سلطان، مال راعی، مال حاکمند، اونا 9 تا هستند. لذا در این سوره مبارکه از اول تا آخر 23 تا از احکام میخوانیم که مربوط به رعیت و راعی هستند، به ملت و حاکم هستند. تمام همین احکام و امور هست. و این سوره ای هست که بیشترین احکام و مفصل ترین احکام با شرح و بس در این سوره بیان شد. حتی زیاد به موضوع توحید و رسالت پرداخته نشده، به موضوع احکام پرداخته شده. و نکته دیگر که خدمت شما عرض بکنم، این سوره اسمش سوره نساء هست. از نظر ترتیب نزول 92مین سوره هست، مدنی هست. اهمیت حقوق زنها را در اسلام میرساند. بسیاری هستند که نسبت به اسلام ظلم میکنند و میگویند اسلام حق زن را پایمال کرده، در حالی که اسلام به زن عزت بخشیده. اسلام جایگاه اصلی را که قبلا زن نداشت و مردم زن را یه چیزی بالاتر از حیوان میدانستند و خیلی پایینتر از مرد، اسلام در همین سوره شما نگاه کنید 2 تا سوره هستند، سوره نساء، یکی سوره طلاق که اونجا هم احکام زنها هست، بحث نفقه زنها هست، حقوق زنها هست، عده زنها هست، مسئله طلاق زنها هست. و یک سوره نساء، این را میگن نساء کبرى، اون را میگن نساء صغرى، اونم سوره نساء هست. 2 تا سوره هستند که خدای عزوجل در این سوره فقط و فقط احکام زنها را بیشتر و به نام زنها اینها را نازل کرده. سوره در قرآن به نام رجال نداریم، مردها نداریم. پس لذا این نشان میده که این قشر از انسانها و این گروه از انسانها که قبلا مورد بیمهری بود، مورد توجه نبود،
انسان ها نسبت به اونها ظلم و اجحاف می کردند، در شریعت اسلام در کتاب مبارک الله عزوجل چقدر مورد توجه قرار گرفته، چقدر بهش اهمیت داده شده، چقدر بهش پرداخته شده، حقوقش مورد توجه قرار گرفته. پس این سوره به نام نساء بیانگر این مطلب هست و در این سوره هم احکامی هست درباره زنها و بیشتر حقوق اینها. الله می فرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم شما از ربتان بترسید. ابتدا موضوع تقوا هست، اول این آیه آخر این آیه واتقوا الله الذی تسالون به. اصل تقوا اگر تقوا باشد، خدا ترسی باشد، همه امور سر جایش، نظم حاکم میشه. بترسید از ربتان الذی خلقکم من نفس واحده، اون ربی که شما را آفرید از نفس واحده. خداوند همه ما را از نفس واحده خلق فرمود. از نفس واحده معنیش این میشه که انسان از حیث انسان با هم دیگه هیچ تفاوتی ندارند. هیچ وقتی انسانها بر انسانها به دلیل انسان بودن برتر نیست، چه سیاه باشه، چه سفید باشه، چه عجم باشه، چه عرب باشه، چه از خانواده سادات باشه، چه از خانواده دیگه باشه، بالا پایین، اینا را انسانها درست کردند. به حیث انسان هیچ انسانی از انسان دیگه افضلتر نیست. ببینید در ادیان دیگر غیر از دین اسلام یک سری نظراتی هست. مثلا مولانا خالد سیف الله نوشتند که در مذهب هندوها هست، هندوها معتقدند که العیاذ بالله انسانها خلق شدند از وجود خداوند. بعضی ها از دهان خلق شدند، بعضی ها از بازو خلق شدند، بعضی ها از پا و ران خلق شدند. بازوی خداوند، پای خداوند، اونها اعتقادات عجیبی دارند. لذا هر اونایی که از دهان خلق شده اونها جایگاهشون خیلی برتر است، اونها عزیزتر هستند، اونها شریفتر هستند. بعض اونایی که هرچی که از اعضای دیگه هستند تفاوت هست. پس میگه ذاتاً انسان ها با هم دیگه تفاوت دارن، بنابراین بعضی از انسان ها شریفند، بعضی ها شریف نیستند، غیر شریفند. اما ببینید در قرآن هست که از این جهت هیچ فرقی نمی کند. نه عرب بر عجم افضل است، نه عجم بر عرب افضل است، نه سیاه بر سفید، نه سفید بر سیاه، نه مرد بر زن، نه زن بر مرد، نه کوچک بر بزرگ، همه اینها متفاوته از نظر انسانیت، چون که تفاوتی ندارد. خلقکم من نفس واحده، همه شما از یک نفس ایجاد شدید، پیدا شدید. ببینید من نفس واحده مقتضی و اتحاد است، یعنی انسان ها از حیث انسانیت با هم باید متحد باشند، یکی باشند، تفاوتی از نظر درجات نباید باشه. این نکته اول. و نکته دوم و خلق منها زوجها، و از همین انسان آفرید همسرش را. حالا خلق منها زوجها به چه معنی هست؟ بعضی میگویند که اینطوری که در بعضی از روایت ها هست که آدم را که خدای عزوجل آفرید، از ضلع چپ آدم حوا را آفرید. اگر این روایت درست باشه، که بعضی همین را درست میدانند، بعضی یک تفسیر دیگه میکنن که عرض میکنم، پس زن از وجود مرد خلق شده. لذا وقتی که زن از وجود مرد خلق شده،
اینها مکمل هم دیگه هستند. زن نصف دوم انسان هست، تکمیل کننده انسانیت است. پس هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست، جنس یکی هست و از یک وجود پیدا شدند. اونهایی که امروز حقوق زن را و شعار حقوق زن را سر میدهند، بالخصوص در غرب و در اروپا و در بلاد غیر اسلامی به نام حقوق زن، اینها دارن زن را عملا یک مخلوق جداگانه ای، گویا اصلا از مرد فرق میکنه، حقوق جداگانه ای دارد. و ما معتقدیم این فعالیت ها، این شعارها یک مقدار بین اینها غیریت ایجاد میکنه، یعنی زن غیر مرد است. وقتی که غیریت ایجاد بکنه، تخاصم، مخاصمت هم ایجاد میکنه، خصومت هم ایجاد میکنه. اینها را دو گروه متفاوت از هم قرار میده. بین مرد و زن چی میکنه؟ فاصله ایجاد میکنه. اون روش غلطی هست. روش صحیح اینه که قرآن میگه که اینها از یک وجود هستند، اینها مکمل هم دیگه هستند. هیچ تفاوتی از این حیث که این مرد هست و اون زن هست، به خاطر مرد بودن افضله یا به خاطر زن بودن افضله، هیچ تفاوتی ندارند. بنابراین اون چیزی که از قرآن مستفاد هست، برداشت میشه، گرفته میشه، این حق است. این مساوات کامل را میرساند که از نظر فضل هیچ فضیلتی به حیث، چون که مکمل همدیگه هستند، از یک وجودند، از همدیگه درست شدند. و بعضی میگویند که و خلق منها زوجها، نه اینکه از وجود خود آدم خلق شده، خلق منها یعنی من جنسها. خلق منها معنیش اینه که خداوند عزوجل زن را آفرید. باز هم همون مساوات از اینجا گرفته میشه، برداشت میشه. خداوند عزوجل وقتی که انسان را خلق کرد، مرد را خلق کرد، خب مرد ناقص بود، کامل نبود. برای تکمیلش از جنس خودش همسرش را خلق کرد. از جنس خودش یعنی از جنس دیگه نه، از جنس حیوانات نه. اونطوری که بعضی عرض کردن فلاسفه میگویند زن یک مخلوقی هست که با مرد تفاوت داره ولی از حیوانات برتر است. این معنیش اینه که زن از مرد پایین تر است، در حالی که اینطور نیست. از جنس او هست، یعنی جنس هر دو یکی، از هیچ فرقی نمی کند. والله خلقکم من انفسکم ازواجا، من انفسکم یعنی از وجود خود شما. پس جفتش را، مکملش را الله عزوجل از حیوانات انتخاب نکرد، از جنات، از فرشته ها، از یک مخلوق دیگه، بلکه از مخلوقی که از جنس خودش هست. پس هیچ تفاوتی از نظر جنسیت اینها با هم ندارند، باز هم همون مساوات. و بث منهما رجالا كثيرا و نساء، الله عزوجل منتشر فرمود از اینها، یعنی از زوجین، زوجین را سبب قرار داد. حالا بعضی خصوصیات را به خاطر اهدافی که خداوند عزوجل خلق کرده، مرد را برای یک هدف، زن را در همین سوره میخوانیم بعضی از اهداف را، زن را برای یک هدف. اینها مثل این هستند که زمین و آسمان را خدای عزوجل خلق کرده، به هر یکی یک وظیفه داده. به آسمان وظیفه باریدن داده، به زمین وظیفه رویدن داده. اینها مکمل هم دیگه هستند. آسمان اگر باشد و زمین نباشد هیچ منفعتی حاصل نمیشه، زمین باشد و آسمان نباشد و آبی نباشد هم هیچ منفعتی حاصل نمیشه. پس اینا هر دو که هستند
مقصود حاصل میشه. مرد و زن که هستند بالاخره تکمیل میشه و مقصد حاصل میشه، یکی نباشد. پس این معنی نیست که آسمان از زمین افضل تر است یا زمین از آسمان افضل تر، نه، هر یکی وظیفه داره. زمین با توجه به وظایفی که داره باید در دسترس باشه، باید نباتاتش را مردم در اختیار داشته، لذا زمین را پایین قرار داده. آسمان با توجه به اینکه وظایف خاصی خودش داره که بعضی را ما میدونیم و بعضی را نمیدانیم، از دسترس ما خیلی بالاست. حالا زمین که پایین است معنیش این نیست که از نظر ارزش هم پایین است. آسمان که بالاست معنیش این نیست که از نظر ارزش هم بالاست. هر دو در یک سطح هستند، هر دو مخلوقی الله، هر دو وظیفه خودشون را درست انجام میدن. پس زن و مرد با توجه به اینکه مقاصد فرق میکنه، اهدافی که مد نظر پروردگار و خالق این هست، اون اهداف متفاوت هست، لذا ویژگی هایشون فرق میکنه، خصوصیاتشون فرق میکنه. اگر بر این کسی اعتراض بکنه پس این اعتراض به صنعت و خلقت پروردگار است، العیاذ بالله. لذا الله عزوجل مرد را جوری دیگه آفریده با یک سری ویژگی های، وظایفش هم فرق میکنه، مسئولیت هایش هم فرق میکنه، حیطه اختیاراتش هم فرق میکنه. زن بالاخره برای اهداف دیگه، مقاصد دیگه، بسیاری از اهداف و مقاصد مشترک هستند، اکثر مشترک هستند. اونایی که متفاوتن اقلا کمند، بعضی ها انگشت میگذارن روی همون تفاوت ها. خب این تفاوت ها به خاطر اهداف متفاوت هست، لذا این دلیل برتری نیست. الله میفرماید واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، از الله بترسید، اون اللهی که شما از همدیگه سوال میکنید، به نام اون الله، به نام اون الله شما از همدیگه سوال میکنید. مثلا میگه که اسألک بالله، احلف علیک بالله، استشفع الیک بالله، به خاطر خدا. پس از این خدایی که هر جا نام او را استفاده میکنید از اون خدا بترسید. والارحام، و همچنین بترسید از ارحام، یعنی از قطع رحم. واتقوا الارحام ان تقطعوها، مدارک گفته، از اینکه قطع رحم بکنید. چون خداوند شما را زن و مرد آفریده، باید این ارتباط باشه تا نسل ادامه بیابد. ان الله کان علیکم رقیبا، خداوند بر شما مراقب هست، خداوند شما را همواره تحت نظر خودش داره. خب این مقدمه بود و تخویف اخروی بود که اتقوا ربکم. حالا احکام را ما میخوانیم، احکامی که مربوط است، بیشتر احکام مربوط به زن هاست و بعضی هم مشترک هستند. اولین حکم و آتوا الیتامی اموالهم، به یتیم ها مالهایشون را بدهید. ببین، و آتوا الیتامی یعنی دخترک های یتیم یا پسر یتیم، هرچی باشد، مال یتیم را حیف و میل نکنید، مال یتیم را نخورید. این اولین دستور نسبت به اهمیتش و نظر به اهمیتش این اول آورده شده. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، و شما تبدیل نکنید خبیث را با پاکیزه، ناپاک را با پاک. یعنی مال خود شما چی هست؟ پاک برای شما، طیبه. مال یتیم برای شما که بخورید نجسه، ناپاکه. پس شما مال پاکی که دارید همون را بخورید، اون را تبدیل نکنید با خبیث، با ناپاک. بعضی این را گفتند که شما لا تتعجلوا اکل الخبیث من اموالهم
مالی که از مال یتیم میخورید خبیث است، برای خوردنش عجله نکنید. و تدعو انتظار الرزق الحلال من عند الله، یعنی این حرام را میخورید و بعدا دعا میکنی و انتظار داری که خدا رزق حلال بهت بده. نمیشه دیگه. خبیث خوردی دیگه طیب رزق حلال برات نمیاد. ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم، و نخورید مال اونها را همراه با مال خودتون. الى اموالكم یعنی مع اموالكم، مال جمع بکنید. مال خود شما طیبه، مال اون خبیثه، طیب و خبیث را قاطی کنید، برای شما خبیث اون. این طور نکنید. انه کان حوبا کبیرا، همانا این گناه بسیار بزرگی هست، این وبال بسیار بزرگی هست اگر این کار را بکنید. پس اولین حکمی که در اینجا بیان فرمود از احکام 14 گانه رعیت اینه که مال یتیم را نخورید، مستقلا نخورید، با مال خودتون هم قاطی نکنید و مال طیب بخورید. مال خودتون را به مال خود بسنده کن، کم یا زیاده. کم میخوری یا زیاد میخوری، پاک بخور، ناپاک نخور. حکم دوم، و این خفتم الا تقسطوا فی الیتامی. عنایت داشته باشید که در میان عرب ها و زمان جاهلیت رسم اینطور بود که اگر کسی مالک یتیمه می شد، یعنی سرپرست یتیمه می شد، دختر یتیمی که این دختره که یتیم مال داشت، حالا مثلا برادر و عمو و اینها که محرم هستند اما غیر محرم، مثل پسرعمو مثلا، فرض میکنیم که مالکش کی میشد؟ پسرعمو میشد. حالا این دختر عمویش مال زیاد داره، چیکار میکرد؟ این دختر عمو را عقد میکرد. از نظر زندگی کردن به او تمایلی نداشت، علاقه نداشت او را عقد بکند، اما به خاطر پولش، به خاطر مالش، سرمایش او را عقد میکرد. اون را عقد میکرد، دو هدف مد نظر بود، دو هدف مالی. یکی این که دیگه خودمانی هست، سرپرستش خودم هستم، مال خودم هست، مهری دیگه ندارد، مهری تعیین نمیشد. دوم اینه که از این طریق صاحب مالش هم میشم، وقتی که خودش زن من بشه مالش مال من میشه. پس مد نظر چی بود؟ صرفا مال بود، اینکه مهر نده، اینکه مالک اموال او بشه. الله تعالی می فرماید شما این کار را نکنید. شما بجای ازدواج کردن با این یتیمه، با این زنی که کسی را ندارد و خدا شما را سرپرستش قرار داده، بجای ازدواج کردن برو یکی بگیر، 2 تا بگیر، 3 تا بگیر، 4 تا که خدا برایت حلال کرده، اونهایی که بهشون علاقه داری، اونهایی که دوست داری با اونها ازدواج کنی، نه اینکه این را که تمایلی به ازدواج کردن نداری اما به خاطر مال این کار را میکنی. این گناه بزرگی هست. لذا این حکم دومه. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتامی، اگر شما می ترسیدید که درباره یتیم ها عدل نمی کنید، انصاف نمی کنید. چرا؟ چون علاقه به اونها ندارید. به زن خودت علاقه داری، به زن دیگه که با او ازدواج کنی علاقه داری، پس فلا تنکحوها اینجا مقدر است. وقتی می ترسی که درباره او انصاف نمی کن، اون را نکاح نکن، با او ازدواج نکن. فانکحوا ما طاب لكم من النساء، نکاح کنید غیر از یتیم ها، اونی که برای شما باعث طیب شماست، باعث خوشی شماست از زنهای دیگر، مثلا 2 تا و ثلاثه 3 تا و رباع 4 تا، 2 تا 3 تا 4 تا که شما دوست دارید، از زنهای دیگه ازدواج کن، ولی این یتیمه را. اما 2 تا و 3 تا و 4 تا
در حد اباحت هست، مباح هست، جایز هست، دستور نیست، اختیار هست. اما فإن خفتم الا تعدلوا، اگر در این دوتا یا ستا یا چهارتا می ترسید که عدالت نمی کنید، فواحدتا، یکی را ازدواج کن. وقتی می ترسی بر خود اطمینان نداری که عدل نمیتونی بکنی، نسبت به یکی ظلم میشه، اجحاف میشه، پس دوتا ازدواج نکن، ستا نکن، یکی. ذالک و او ما ملکت ایمانکم، یا اگر حری نشد، زن آزادی نشد، کنیز ازدواج کن. او ما ملکت ایمانکم، کنیز. ذالک ادنا الا تعولوا، این چیز ذالک مشار الیه، ذالک کجا میره؟ حره یا کنیز. این که یک زن آزادی را ازدواج کنی یا کنیزی، این نزدیکتر است به این که الله تعولوا، شما ظلم نکنید. یعنی گاهی دوتا باعث ظلم میشه، ستا باعث ظلم میشه، پس بهتره که انسان ظلم نکنه، همون یکی را بگیره، از یکی بیشتر انسان ازدواج نکنه. ببینید، من در رابطه با تعدد ازواج خدمت شما عرض کنم. الان که بعضی ها اسلام را مورد هدف قرار دادن که در اسلام چند همسری هست. اولا این چند همسری در همه ادیان بوده، هیچ دینی نیست که در اون دین مشروعیت تعدد ازواج نباشه. در دین مسیح بوده، در دین یهود بوده، در ادیان دیگه بوده. همه انبیا که اونهایی که کم و بیش ما از احوال اونها با خبر هستیم، مثل سیدنا ابراهیم علیه السلام 2 همسر داشتن، بعضی میگن 3 همسر داشتن. مثل سیدنا داود علیه السلام، سیدنا سلیمان علیه السلام، این انبیا ازواج زیادی داشتند. لذا این تعدد ازواج و غیر از انبیا، پادشاهان، بقیه اون زمان حد و مرزی نبوده، 50 تا 100 تا بیشتر کمتر یک مرد همسر داشته. اما اسلام آمده و محدود کرده و تشویق هم نکرده. اینکه بعضی میگویند که تشویق هست، سنت هست، نه خیر. اصل اینه که شما در اون آیه میخوانید، گنجایش هست، مباح هست، تشویق نکرده. اینجا هم تشویق نیست. اینجا خدای تعالی میفرماید به جای اینکه بر یتیمه ظلم کنی به خاطر مهر ندادن، به خاطر پولش را بالا کشیدن، به جای این برو چیزی که خدا برات مباح کرده، یکی بگیر، 2 تا بگیر، 3 تا بگیر، 4 تا بگیر. الله عزوجل در مرد این استعداد و این توانایی را گذاشته. این چیز مسلمی هست. اگر بر این کسی اعتراض بکند، عرض کردم بعضی خصوصیت ها که مردها دارند، بعضی ها زنها دارند، این از همون خصوصیتی است که این استعداد چند همسری در مرد هست، در زن نیست. لذا قرآن مباح قرار داده و گفته اگر شما میدونید که نمیتوانید رعایت بکنید، سبب ظلم میشه، شما همون بهتر که یکی ازدواج بکنید. این باعثی که الله تعولوا، چیز مهم اینه که ظلم صورت نگیرد. و اون جوامعی که امروزه در اونها ازدواج را بیشتر از یکی انجام نمیدهند، در بالاخره یا قانونا، بعضی جا قانون است یک مرد فقط یک زن میتونه داشته باشه در بعضی از کشورها، و بالاخره عرفاً هم همینطور جا افتاده که همسر دوم را، گرچه عرض کردم تشویقی در اسلام نیست، اما اگر با این مبارزه بشه، مبارزه با فطرت است، چون خداوند عزوجل این غریزه را، این صلاحیت را به مرد داده که اگر میخواد ازدواج بکند. لذا در اون جوامعی که بیشتر از یک همسر را برای مرد درست نمیدانند، چه قانونا چه عرفاً، در اون جوامع خیانت و بیبندوباری به اوج خودش رسیده. به اندازه ای هست فساد که قانونا نمیگیره، غیر قانونا با صدها ارتباط داره، هم مردها هم زنها.
بالاخره نمونه شب و روز از رسانه ها میخوانیم، در غرب هست، در اروپا هست، در بعضی از شهرهای بزرگ که حتی کشورهای اسلامی که این چیز را الان یک عرض کنم ممنوعیت میداند و جرأت نمیکنه هیچ مردی بره زن دیگه بگیره، میبینیم از طریق نامشروع ارتباطات هست. چرا این همه فساد هست؟ چرا این همه بیبندواری هست؟ چرا این همه بدبختی هست؟ به دلیل اینکه چیزی که خدای عزوجل در توان مرد گذاشته الان انسان ها آمدن با این مبارزه میکنند، یا قانونا یا عرفا این را چی کردند؟ ممنوع کردند. ممنوع که کردند مردها به طرف حرام میروند، هر شهری میره، هر جایی میره این ارتباطات نامشروع وجود داره. در تمام مسافرخانه ها، هتل ها، یه دنیا اونجایی که اونا به گمان خودشون آزادی هست، این نوع ارتباطات نامشروع فراوانه. هر کسی جایی میره، هتل میره، اول برای این مسائل میپرسه. پس ببینید نمیشه اون جلوی فطرتی که خدای تعالی گذاشته جلوی این فطرت را گرفت. بنابراین الله عزوجل این را مباح قرار داده تا 4 تا در این دین، اما عرض کردم در حد اباحت است، در حد تشویق هم نیست. قرآن تشویق هم نکرده، کسی نمیتونه تشویق را اثبات کنه، فقط اباحت. یعنی کسی احساس نیاز میکنه میتونه، به شرط اینکه بی‌عدالتی صورت نگیرد. و آتوا النساء صدقاتهن نحله، این حکم سوم است، حکم سوم رعیت یا حکم سوم از احکام انتظامی. بدهید به زنها مهریه های اونها را نحلتا، به خوشی. ببینید در میان عرب ها اون چیزی که مرسوم بود این بود که اولا مهریه را پدر دختر می گرفت، به دختر بیچاره هیچی نمیداد. چنانچه اینجا هم در گذشته همین مرسوم بود. الان بعضی ها یک پول به عنوان نقد میگیرن، یه چیزی برای دختر میگیرن، بقیه خودشون بالا میکشن. خب بعضی با انصاف هستن، همون قد که میگیره همون قد خودشون هم برای دخترشون هزینه میکنند. اما بعضی ها نه، در اون زمان مهریه‌ای که میگرفتند از مرد ورثه به زن نمیدادن، به دختر نمیدادن، خودشون مصرف میکردند. حالا در گذشته اینجا به عنوان نمیدونم بهای شیر و این نوع مسائل هم چیزهایی برای پدر برای مادر زن داده میشد. اینا درست نیست. پس یا مهریه را تحویل میگرفتن به زن نمیدادند، یا اینکه شوهر اگر مهریه را میداد، مهریه برای او یک کوهی بود. پرداخت مهریه بسیار سخت بود، همونطور که امروز اگر زنی مهریه خودش را مطالبه بکند انگار که با مرد داره دشمنی میکنه. برای مرد خیلی سخته. مهریه یک حقیه، هر کس که میخواد مهریه را بده، قرآن گفته نحله، با خوشی بده، با طیب خاطر بده، اصلا ناراحت نشه، اصلا مکدر نشه. این یک حقی است به گردنش، چه بخواهی چه نخواهی. لذا اگر میدادند به خود زن میدادند، با اکراه میدادند، با ناراحتی میدادند، با تندخویی میدادند، چنان میدادند که اون زن بیچاره پشیمان میشد. امروز هم اینطوره که چرا مهریه را گرفتم. این هم ظلم در حق زن. سوم، بر زن چنان فشار می آورده، اینا امروز هست، این دوتای آخری یا هر ستم هست به نوعی، بر زن چنان فشار می آوردند که مهر خودش را ببخش. حالا ما می بینیم گاهی بسیاری از مردها زن را در منگنه قرار میدند، خواسته مشروعی که زن داره، خواسته جایزی که زن داره، میگه این خواسته را برآورده میکنم به شرط اینکه مهرت را به من ببخشی. تحت فشاره، میبخشه. یا بعضی هم میگن میخوایی اگر زن دیگه نگیرم مهرت را به من ببخش.
بالاخره این نوع بخشیدن به درد نمیخوره. این برای انسان حلال نیست، جایز نیست. حقی که الله عزوجل تعیین کرده و شما خودتون در زمان عقد قبولش کردی، با طیب خاطر قبول کردی، الان با طیب خاطر پرداخت کن. لذا الله عزوجل نسبت به این رسومات جاهلیت که مردم داشتن و متاسفانه بعضی ها در این جاهلیت قرن اخیر هنوز وجود داره، نسبت به اینها تذکر میده. این حکم سوم است. و آتوا النساء صدقاتهن نحله، بدهید به زنها مهریه هایشون را، صدقاتهن ای مهورهن، نحلتا با خوشی. البته نحلتا را دو تا ترجمه کردن، بعضیا با خوشی، با طیب خاطر، اصلا پریشان نشو، خوشحال شو که وامی طلبی داره از گردنم ادا میشه، خوش باش، هر چی باشد، هر چند سکه باشد، هر چند میلیارد باشد. و بعضی میگم نحله یعنی فریضه، ای اعطوهن مهورهن حال کونها فریضه من الله. این یک فریضه از جانب خداست، خدا گفته، لذا به خاطر اینکه خدا گفته بده. اما این را که میدهی هیچ ناراحت نباش، به خود زن بده. این دو تا رسم اینجا رد شد. آتوا النساء، به زنها بده، نه به پدر زن. دوم با خوشی بده، با اکراه نده، با اخم و تخم نده، با ناراحتی نده. خب با راحتی بده، با خوشی بده، اصلا رابطه شما کوچکترین خللی توش ایجاد نشه. و زن اگر بخشید هم زن با طیب خاطر ببخشه، نه اینکه زن در منگنه قرار بگیره، نه اینکه زن در فشار قرار بگیره. زن وقتی که میبینه زیبایی های شوهر را، خوبی های شوهر را، اخلاق شوهر را، احسان شوهر را، میگه منم به این شوهر این همه به من لطف داره، منم یک لطفی بکنم، مهرش را با طیب خاطر ببخشه. این بخشش اگر باشه خوبه. فان طبن لكم عن شیء منه، اگر طبن لكم یعنی با خوشی ببخشند از چیزی از آن مهر، نفسن این تمیز است برای طبنن، یعنی نفسن ببخشند، یعنی این انگیزه در درون اونها، در وجود اونها باشد. یا اگر ترجمه بکنی قلباً ببخشند، یعنی از ته دل خوش و راضیه ببخشه. اون وقت فکلوه هنیئا مریئا، بخورید اون را، عرض کنم که با خوشی. هنی یعنی خوشی و راحتی، خوشگوار. هنیئا مریئا را یک ترجمه کنه خوشگوار، راحت، بدون دغدغه، با فراخدلی. پس این حق دیگری، حکم دیگری از احکام رعیت در رابطه با مهر زن. نباید درباره مهر زن نسبت به زن اجحاف بشه. زن تا مهرش را تقاضا میکنه اختلاف پیدا میشه، حتی میگه مهرش را میخواد طلاقش میدم. اصلا فکر میکنه مهر برای طلاق و جدایی، بعضی اینطور جا افتاده. نه، مهر به محض اینکه انسان زن را عقد میکند، همین عقد که میشه و محرم میشن، نصف مهر لازم میشه، فقط با همین ایجاب و قبول. و بعد از اینکه از همدیگه استفاده میکنند، بلا نسبت استفاده جنسی، نصف دیگرش کامل میشه، مهر کامل میشه. نه اینکه به وقت طلاق، همون ابتدا کامل میشه. حالا زن هر وقت دلش میخواد بگیره، حقش هست. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. این حکم چهارم رعیت است. حکم چهارم اینه که مالی که مال یتیم در دست شما هست، وقتی میخوای بهش بدی، از نظر عقلی هنوز کم داره، سفیه هست، نادان هست، پختگی نداره، این مالش را 2 میلیارد 3 میلیارد همه را به دستش نده، برایش هزینه کن. اون میگه پول من را بده، بگو میدم، نگران نباش، برای خودت محفوظه، دست تو الان بشه گم میشه،
تلف میشه، ضایع میشه. لذا با کلمه خوش و زبان قانع کننده قانعش کن. پولش را تا زمانی که هنوز پختگی ندارد بهش نده. ولا تؤتوا السفهاء، ندهید به اون بچه های نادان اموالکم التي، مالهای خودتان را، آن مالی که جعل الله لکم قیاما، خداوند برای شما قیام گذاشته. قیام یعنی سرپرستی، سرپرستی شما بر اون مال است. وارزقوهم فیها، فیها یعنی منها، رزق بدید آنها را از همین مال، از همین مال برایشون هزینه کنید. وکسوهم، و از همین مال برایشون لباس بخرید، بپوشانید اونها را با همین مال. و همه مال را تحویل ندید وقتی که مطالبه میکنه. و قولوا لهم قولا معروفا، به اونها سخن پسندیده و معروف بگید. پس سخن خوب قانع کننده. وقتی که اون مطالبه میکنه بهش اطمینان بدید که مالش ضایع نمیشه، مالش محفوظه. این حکم چهارم هست. و ادامه همین حکم، اما وقتی که احساس کردید بزرگ شده، رشد کرده، به بلوغ رسیده، ابتدا امتحانش کن. ابتدا امتحانش کن. همه مالش را نه، 1% از مال را در اختیارش بذار. مثلا 10% را، 5% را بگو برو با این مال فعلا کار بکن ببینم چطوری، بلدی یا نه. بعد از اینکه از امتحان موفق از آب در آمد، نتیجه خوب شد، بقیه مالش را بده. مطمئن شدی که این دیگه ضایع نمیکنه، این به اندازه دانا هست، عقل داره، هوشیار هست، اون وقت مالش را بهش بده. وابتلوا الیتامی، این هم ادامه همین حکم چهارم هست. امتحان کنید یتیم ها را، حتی اذا بلغوا النکاح، حتی وقتی که به سن نکاح رسیدن، یعنی بلوغ منظور است. فان آنستم منهم رشدا، اگر شما احساس کرده از اونها رشدی را، رشدی از نظر عقلی، از نظر فکری، فادفعوا الیهم اموالهم، پس بدهید به اونها مالهاشون. همه مال را بعد تحویل بده بعد از مرحله امتحان. این را میگن خیرخواهی، این را میگن دلسوزی. و الله تعالی میفرماد ولا تأکلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا، اون مال را شما نخورید اسرافا ای مسرفین، زیاد زیاد، و بدارا تند تند، ان یکبروا از ترس این که بزرگ میشه. مالش زیاده، حالا بعضی هم میخورند، کم کم نمیخورند، زیاد زیاد میخورند و تند تند میخورند، هر روز میخورند، تا اینکه وقتی که به عقل و فهم و درک رسید اون وقت چیزی برایش مونده نباشد. پس الله، چون معمولا انسانهای ظالم این گونه عادت دارند، قرآن این هم میگه ولا تأکلوها، نخورید آن مال را اسرافا یعنی مسرفین، زیاد زیاد، یعنی نه اینکه کم کم بخورید یا تون تون نخورید، آهسته آهسته بخورید، نه، چون که عادت این بود، بر اساس اون عادت سخن گفته شده. و بدارن، و همچنین سریع سریع، ان یکبروا، از اینکه اونها بزرگ بشند. اما خب اینکه مالش را شما نگهداری میکنید، تو حساب شما هست، یه حسابداری برایش گرفتی، هر روز هر چی هزینه میشه ثبت و ضبط میشه، یا اگر از مالش درآمدی هست برایش جمع میکنی، خودت هم چیزی بگیری یا نه، بستگی داره. و من کان غنیا فلیستعفف، هر کسی که غنی هست یعنی خودش بی نیازه، پس او دور بکند خودش را، پاکی را اختیار بکند. اما و من کان فقیرا، خود آقا فقیر است، عموی یتیم هست، خب برادرش پول زیاد داشته، اما این عمو چیه؟ یتیم، خودش فقیر، چیزی نداره، اما مال زیادی به دستش است، مال برادر زاده است. میفرماید فلیأکل بالمعروف، طبق معروف بخورد. طبق معروف یعنی چه؟ طبق عرف. دو صورت گفتن.
طبق عرف. یک صورت اینه که شما مال یتیم را نگه داشتید، مال بسیار زیادی هست، اگر برای یک غریبه کار بکنی، همین کار را بکنی، خزانه‌داری، حسابداری و نگهداری مالش، مزد تو چقدر هست؟ همون اندازه که مزد حقوق، به همون اندازه از این هم برای خودت بردار. البته این با دو تا حکم، دو تا میانجیگر، دو نفر پیدا کن عادل باشند، از اونها بپرس که مثلا این کارها را من میکنم، روزی 2 ساعت، روزی 8 ساعت، روزی 5 ساعت برای مالش من وقت را میکنم، مغازه ها را، کرایه ها را جمع میکنم، نمیدونم منافع را جمع میکنم. چقدر یکی برای یک اجنبی کار بکنه مزد میگیره، همون اندازه برای خودت حق و زحمه بردار از همین مال یتیم. یک صورت دیگه گفته اینه که خودش نداره، از مال یتیم به صورت قرض مصرف بکنه، ماهانه هر چی که مصرفش هست اینا را بنویسه، قرض بکنه، بعدن که خدا بهش داد اینها را پس برگرداند، برای خود بر نداره. فلیأکل بالمعروف، این گفته. تفسیر خازن نوشته والمعروف القرض ای یستقرض مال الیتیم اذا احتاج الیه، مال یتیم را قرض کند اگر نیاز داشت. فاذا ایسر قضاه، وقتی حالش خوب شد، توانگر شد، پرداخت بکنند. وقال قوم المعروف، اما قوم دیگه میگه معروف اینه که ان یأخذ من ماله بقدر قیامه و اجرت عمله، هر اندازه که زحمت میکشه، ساعت مصرف میکنه، به اندازه زحمت خودش از مال برداره. پس ببینید بدون دلیل از مال نخورد. فلیأکل بالمعروف. فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم، بعد از اینکه شرایط یافته شد، یتیم رشد کرده، میخوای مالش را بدید، گواه بگیری بر آنان. این گواه، این امر هم امر استحبابیه، مستحب 2 نفر گواه. آقا شما گواه باش، این چند میلیارد مال یتیم من امروز تحویل دادم، این منزل مالش هست، این ماشین مالش هست، این مغازه مالش هست، اینا را از امروز تحویل دادم، تا فردا کسی بر علیه تو ادعا نکند. گواه بگیری بهتر است. و کفا بالله حسیبا، اصل اینه که الله عزوجل کافی هست از نظر حسابرس، خدا حساب همه را میگیرد. للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا. این یکی دیگر از احکام، حکم پنجم هست. در حکم پنجم رعیت اینه که وقتی که کسی میمیرد، وارثش هر کسی هست به وارثش سهم ارثش را بدهید، ظلم نکنید. در بسیاری از جوامع حق ارث به وارث ها تعلق نمی گرفت، به بعضی می گرفت، به بعضی نمی گرفت. مثلا در زمان جاهلیت می گفتند که ارث مال اون وارثی هست که بتواند شمشیر بزند، بتواند شمشیر بزند، از خانه و خانواده دفاع بکند. لذا مردهای بزرگ و بالغ که اونها مهارت جنگی داشتن، میتونستن بجنگند، اونها ارث را میبردن. بنابراین ارث به زن نمی رسید، می گفتن زن که نمیتونه دفاع بکنه، لذا از ارث هم محروم. ارث به بچه کوچک ولو این که مرد بود هم نمی رسید. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صحابی به نام اوس بن ثابت رضی الله تعالی عنه فوت کرد. بعد ورثه‌اش یکی خانمش بود که خانم‌ها را اصلا نمیدادند. 2 تا دختر داشت و یک پسر کوچک. لذا گفت اینا هیچ کدوم واجد شرایط نیستند. یک پسرعمو داشت، میگفت اون واجد شرایطه. بغیر از زن و یک پسر و 2 تا دختر
پسرعمویی داشت. اون چون که بزرگ بود، شمشیر میتونست بزنه، میتونست دفاع بکنه از این کوچولوها و اینها رو نگهداری میکنه. گفتن مال او هست، حق او هست، لذا به زنش، به دخترانش، به پسرش که اینا همه صغیر بودند، کوچک بودند، چیزی تعلق نگرفت تا اینکه خدمت رسول الله این بیان شد. این آیه نازل شد. الله عزوجل چند چیز در این آیه بیان فرمود. یکی این که مرد هم ارث میبرد، زن هم ارث میبرد، بزرگ هم ارث میبرد، کوچک هم ارث میبرد. اونی که میتونه شمشیر بزنه هم ارث میبرد، اونی که نمیتونه هم ارث میبرد. و وارث نزدیک باشه، وارث دورتر چی میشه؟ محروم میشه. وقتی که پسری داره، پسرمو چی کاره هست که بیاد او ارث ببره؟ وقتی که فرزند داره، برادر ارث نمیبرد. اینا همه تو عرض کنم که رکوع بعدی آیه میراث مشخص شده. پس وقتی که قریب هست، وقتی که اقرب هست، قریب دیگه محروم میشه. وقتی که نزدیک هست، دورتر چی میشه؟ از ارث محروم میشه. اینها را قرآن به زیبایی بیان فرمود. الله می فرماید للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، برای مردان سهمی هست از آنچه که ترک می کنند پدر و مادر و خویشاوندان. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، برای زنها هم سهمی هست از آنچه که ترک می کنند پدر و مادر و اقربون، خویشاوندان. مما قل، نصیبی هست از آنچه که کم باشد، منه از آن، او کسر یا زیاد باشه. مال کمی گذاشته، مال زیادی گذاشته، به هر حال هر یکی سهم خودش را داره. نصیبا مفروضا، این سهمی هست که تعیین شده است. مفروض یعنی چی؟ از جانب الله متعین هست، به اونها بدهید. بنابراین به همه داده بشه. و اذا حضر القسمت اولو القربى، این حکم ششم هست. وقتی میخواید تقسیم بکنید، البته بعضی این آیه رو میگن منسوخه، طوری تفسیرش میکنن که منسوخه. میگن وقتی که در تقسیم حاضر شدن اولو القربى، خویشاوندان، والیتامی، یتیمها، والمساکین، مسکینها، فرزقوهم منها، یک مقدار کمی از به اونها بدهید از همین مال ارث. و قولوا لهم قولا معروفا، به اونها سخن معروف و خوب و پسندیده بگید. بعضی اینو میگن که اوایل وقتی که مال را تقسیم میکردن، قبل از تقسیم مال چیزی به بقیه خویشاوندان دورتر میدادند، به پسر عمو، به عمو، به دورتر، به یتیم ها میدادن، بقیه یتیم ها، مسکین ها، هر کسی می آمد میدادن، کمی میدادن، بیشتر نمیگفتن، بقیه مال ورثه هست. قولوا لهم قولا معروفا، بقیه را بین ورثه تقسیم بکنید. حالا نه، حالا وقتی که سهم ورثه معلوم هست، سهم یتیم معلوم هست، جایز نیست که مال یتیم را بده به اون خویشاوند دورتر. لذا میگه این حکم منسوخه با آیه میراث. اما بعضی میگن نیازی به نسخ نیست، این امر استحبابیه. این امر استحبابی، مستحب. به وقتی که شما میخواید مال را تقسیم بکنید، کسانی از نزدیکان میآیند، یک مقدار کمی که برای این ورثه ضرری نباشد، اینا ضربه نخورند، به اونها یک مقدار کمی بدید و قول معروف بهشون بگید، قول زیبا و پسندیده بگید مال ارث بیشتر از این نمیتونه شما رو بدیم، عذرخواهی بکنید. اما شیخ رحمه الله، شیخ حسین علی رحمه الله میفرماید که طوری این آیه را توضیح میده که نیازی به نسخ هم نباشد و میفرماید این حضر القسمت اولو القربى والیتامی والمساکین، منظور خود ورثه هستند. اولو القربى خارج از ورثه نیست، یتیم خارج از ورثه نیست، مسکین خارج از ورثه نیست. یعنی متوفا فوت کرده،
حالا شما کی میخواید تقسیم بکنید؟ مثلا تا 4 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال حد اکثر، تا مال جمع بشه و دینش اگر جای مدیون هست ادا بشه، پولش از مردم جمع بشه. در همین فرصت یتیم میاد من چی بخورم، من چی بپوشم؟ اون خویشاوندی که وارثش هست، ارث میبرد، پدرش، مادرش، اون خویشاوندی، اون وارثی که مسکین است ندارد، به او ارث میرسد، زنش، اینا چی بخورند؟ لذا وقتی اونا حاضر میشن برای تقسیم کردن که میگه تقسیم کنید، سهم ما را بدید، به اونها چیزی بدید، فعلا اینها را بگیر، این خرجی شما، این پول لباس شما، این پول نان شما. و باشه سر وقت تقسیم میکنیم. قولوا لهم قولا معروفا. شیخ میفرماید معنیش اینه که سخن پسندیده بگید. هنوز تمام مال جمع نشده، هنوز حساب و کتاب نشده، هنوز وام ها پرداخت نشده، همین ورثه را بگید، اینا غیر ورثه نیستند. لذا بنابر این توضیح نیازی به نسخ آیه نیست. و الله عزوجل اینجا سرزنش میفرماید اون کسانی را که مال یتیم بالا میکشند و حیف و میل میکنند. بدترین چیز هست خوردن مال یتیم. و الله عزوجل با یک روش بسیار احساسی و تأثیر گذار تذکر میده که اگر کسی در وجود او کمترین احساسی باشه، احساس انسانی باشه، اون خیانت نمیکنه. الله تعالی با این تعبیر برحذر میداره از خوردن مال یتیم. میفرماید ای وصی، ای کسی که مال به دست تو هست و تو وصی هستی بناس تقسیم بکنی بین ورثه، تو این فکر بکن که فردا تو میمیری و یتیم میگذاری، بچه های کوچکت یتیم میشوند. دوست داری با یتیم های تو مردم چه کار بکنند، چطور برخورد بکنند؟ پس با یتیم مردم همون کار را بکن. اگر دوست داری که مال یتیم تو حیف و میل بشه، یتیم تو سرشون بی کلاه بماند، پس تو هم با مال مردم همین کار را بکن. ولی نه، اگر دوست داری که مال تو همه بین یتیم های خودت تقسیم بشه، پس ذره از مال این متوفا را خودت نخور، همه را به یتیم هایش اختصاص بده. لذا با این روش تأثیر گذار الله عزوجل وصیها را، اوصیا را توصیه فرموده. ولیخش الذین، باید بترسند. از کی بترسند؟ الله. ولیخش الله، از خدا بترسند. کی بترسند؟ الذین لو ترکوا، آنهایی که اگر ترک کنند من خلفهم، پشت سر خودشان، ذریتا ضعافا، بچه های ضعیفی، بچه های خردسالی، که خافوا علیهم، بر آنها میترسند از گرسنگی تلف بشن. خب اینها باید بترسن از خدا. فلیتقوا الله، پس باید بترسن از الله. ولیقولوا قولا سدیدا، سخن درست و راست بگویند، یعنی سرزنش نکنند، توبیخ نکنند، مالشون را بهش بدند. تفسیر قرطبی نوشته افعلوا بالیتاما ما تحبون ان یفعل باولادکم من بعدکم، با یتیم مردم همان گونه برخورد کن که دوست داری بعد از تو با یتیم خودت اون برخورد بشه. لذا اینجا سرزنش است برای کسانی که مال یتیم میخورند. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما، همانا آنهایی که میخورند مال یتیم ها را ظلما میخورند، ظلما میخورند، ستم میکنند و میخورند. انما یأکلون فی بطونهم نارا، جزی نیست که آنها میخورند در شکمشون آتش میخورند، یعنی عاقبت تو این شکم آتش قرار میگیرد. و سیصلون سعیرا، و ان قریب داخل آتش شعله‌ور میشوند اینا که یتیم خاری میکنند، مال یتیم میخورند. الله نجات بده. لذا
این حکم ششم بود که مال یتیم نخورید، مال دیگران را نخورید که برای شما، برای دنیای شما هم خراب میشه، برای آخرت شما هم خراب میشه. یوصیکم الله فی اولادکم، این حکم هفتم رعیت است. یوصیکم الله فی اولادکم، در حکم هفتم الله عزوجل سهام را مشخص کرده، سهم هر یکی از وارث ها را مشخص کرده. عرض به خدمت شما که سهام به اولاد به ورثه میرسه. ورثه از دو حال خالی نیستند، یا ذوی الفروزند یا ذوی الارحامند. ذوی الفروز به اونهای گفته میشه، به اونها اطلاق میشه که شرعاً برای اونها فرضی تعیین شده. فرضی یعنی حدی تعیینی، مثلا نصف، یک سوم، یک چهارم، یک هشتم، یک ششم، این را میگند، اینها را میگن ذوی الفروز. و وقتی که به ذوی الفروز سهمشون داده بشه، اون ذوی الارحام نزدیک، خویشاوندان نزدیک، اونها عصبه میشه. عصبه به این معنی که مابقی مال را چی میکنن؟ جمع میکنن. مابقی مال اونهاست. مثلا وقتی که فرزند داره، فرزند چی؟ عصبه هستند. پدر و مادر ذوی الفروزند، یک ششم به پدر، یک ششم به مادر، مابقی مال فرزندان. یا وقتی که فرزند نداره، به جای فرزند پدر میاد، چی میشه؟ ذوی الفروز، عصبه میشه. زن اون وقت چیه؟ ذوی الفروز هست. زن یک هشتمش را میگیره یا یک چهارمش را میگیره وقتی که داشته نباشه، یک چهارم اولاد داشته نباشه. بنابراین الله عزوجل سهم هر یک را مشخص کرده. در این حکم هفتم صورتهای متفاوتی هستند. الله تعالی صورت اول را میفرماید یوصیکم الله فی اولادکم، خداوند شما را وصیت میکنه. وصیت خدا قبلا خواندیم، یعنی به معنای امر تأکیدی، امر مؤکد، فرمانی که صادر میشه با تأکید که بهش عمل کنید. اولین چیز درباره اولاد هست للذکر مثل حظ الانثیین، برای مرد هست مثل سهم دوتا زن، یعنی یک برادر به اندازه دو خواهر. یکی از مباحثی که در اسلام هست اینه که سهم مرد دو برابر زن هست. حالا ما می گفتیم که قانون مساوات هست، برابری هست. بعضی ها اینجا اعتراض میکنن که این چه برابری هست، این ظلم هست، به مرد دو برابر میرسه. بنده خدمت شما عرض کردم که بعضی جاها که تفاوت هایی دارد، به خاطر اینکه تفاوت ها در وظایف است، در مسئولیت ها هست. با توجه به اون وظایف و مسئولیت ها، خداوند عزوجل سهام را هم بیشتر و کمتر فرموده. مثلا مرد نانآور است. اگر یک زندگی مشترکی باشد، هزینه زندگی به عهده کی هست؟ مرد هست، به عهده زن نیست. حالا این برادر همسری دارد و این خواهر هم همسری دارد، اما این برادر در خانواده خودش مسئولیت داره، باید هزینه اون زن و بچه های خودش را بده، اما این خواهر در خانواده خودش هیچ مسئولیت مالی ندارد. اونجا مسئولیت مالی بر مرد اون خانه هست. پس با توجه به اون وظایفی که مربوط به مسائل مالی هستند، خدای عزوجل سهم مرد را دو برابر، و این عاقلانه هست. بنابراین این ظلم نیست. وقتی که اهداف زندگی را نگاه میکنیم، مقاصد زندگی را نگاه میکنیم، بالاخره میطلبد که به مرد دو برابر داده بشه. یا همین خواهر اگر ازدواجی نکرده باشد، پدر و مادر نباشند،
هزینه این خواهر، نگهداری این خواهر، همه به همین برادر هست. اونجا هم وظیفه برادر هست. پس مسئولیت متوجه چی هست؟ مرد هست. بعدا میخوانیم الرجال قوامون، خداوند مردها را سرپرست گذاشته، کارگزار گذاشته و وظیفه اونها با توجه به این وظیفه، با توجه به این که خداوند به اونها مسئولیت سنگینتری داده، سهم بیشتری به اونها داده. بلا نسبت شما 2 تا کارمند دارید، از یکی کم کار میگیرید، از یکی زیاد، از یکی 4 ساعت میگیرید، از یکی 8 ساعت کار میگیرید. خب مسلمه که اون 8 ساعت کار میگیرید 2 برابر بهش میدی. پس الله عزوجل بندگان خودش را که وظایفی داده، بر اساس این وظایف برای اونها سهام تعیین کرده. این ظلم نیست. الله میفرماید للذکر مثل حظ الانثیین، برای مرد مثل سهم 2 تا زن هست. فإن کن نساء، اگر این صورت اول بود. صورت دوم، اگر بچه ها همه دختر باشند، پسر نباشد، فوق اثنتین، این کلمه فوق اضافی هست، 2 تا یا بالاتر از 2 تا، مثل فضربوا فوق الاعناق، یعنی فضربوا الاعناق. این نکته را خدمت شما عرض کنم که در باب میراث 2 تا و بیشتر از 2 تا حکمشون یکیه. حکم 2 تا مثل 3 تا است، مثل 4 تا است. لذا اگر زنها 2 تا بودند و بالاتر از 2 تا، فلهن ثلثا ما ترک، برای این 2 تا 2/3 آن چیزی هست که ترک کرده. و این کانت واحدتا، اگر یک دختر بود فقط، از متوفا یک دختر مانده، پس فلها نصف، به این دختر نصف میرسد، بقیه به بقیه ورثه میرسد. ولی ابویه لکل واحد منهما السدس، این 3 صورت شدند. 3 صورت، اگر پسر و دخترن للذکر مثل حظ الانثیین، اگر فقط دخترن 2 تا و بیشتر از 2 تا 2/3، اگر یک دختر است نصف. این سهم اولاد. اما سهم پدر و مادر، سهم پدر و مادر به این صورت است که اگر اولاد دارد مرحوم، خب به پدر و مادر ذوی الفروض هستند، به هر یکی 1/6 میرسد. 1/6 به پدر، 1/6 به مادر. اما اگر اولاد ندارن، باز اینها عصبه میشند. 2/3 مال پدر است و 1/3 مال مادر است. لذا الله می فرماید ولی ابویه لکل واحد منهما السدس، سورت 4، برای پدر و مادر برای هر یکی 1/6 است، مما ترک، از آنچه که متوفا ترک کرده، ان کان له ولد، 1/6 در صورتی که اون اولاد داره. فإن لم یکن له ولد، اگر نبود برای او اولاد، و ورثه ابواه، وارث او پدر و مادر هستند، فلأمه الثلث، برای مادر 1/3. سهم مادر مشخص شده، مشخصه که 2/3 دیگه مال پدر. فإن کان له اخوة، اما اگر برادر داره، اینجا این برادر سهمی نمیبرد، ولی همین مادر 1/3 را نمیبرد. این برادر فقط مادر را محروم میکند. این 1/3 نمیبرد، 1/6 میبرد، بقیه مال پدر میشه. فإن کان له اخوة، اگر برایش برادری بود، منظور 2 تا یا بیشتر از 2 تا. قال الجمهور ان حكم الاثنين في باب الميراث حكم الجماعة، 2 تا حکم جماعت را دارد. فلأمه السدس، برای مادر 1/6 است، من بعد وصیت یوصی بها او دین. خب همه این صورت ها ببینید 6 تا صورت خواندیم. 3 تا صورت مال فرزندان بود، 3 تا صورت مال پدر و مادر. پدر و مادر اگر با بچه ها باشند 1/6 هر یکی میگیره. اگر بچه نباشد، مادر 1/3، بقیه پدر. اگر برادر دارد یا خواهر دارد، خب مادر 1/6، ما بقیه پدر. این 3 صورت این بود، 3 صورت اون. اما این صورت ها را تقسیم بکنید، اول یک سری حقوقی هست، من بعد وصیت، بعد از وصیتی که این مرحوم وصیت میکنه. ببینید وصیت 2 شرط داره.
یکی این که وصیت برای وارث نباشه. در حدیث صراحتا من آمده لا وصیت لوارث، یعنی بخشی از مال را برای وارثش، برای اونی که خدا بهش ارث داده، برای اون وصیت نکنه. اگر بکنه اعتبار نداره. مثلا میگه به زن دوم من بیشتر بدید، یا فلان منزل را بدید، فلان مال را بدید، یا به پسر بزرگم، پسر کوچکم. اینا را خدا خودش مشخص کرده. وقتی که مشخص کرده این وصیت اعتباری نداره. پس وصیت جایزه برای غیر وارث، برای وارث درست نیست. این شرط اوله. شرط دوم، وصیت از 1/3 و کمتر از 1/3 جایزه. اگر وصیت به بیشتر از 1/3 کرد، بازم وصیتش فاقد اعتبار، به اندازه 1/3 وصیتش اجرا میشه. مثلا میگه که کل مال من را بدهید به مدرسه، به مسجد، به یتیم خانه. کل مال را نمیدهند، 1/3 را میدهند. میگه نصف مال را بدهید، بازم نصف مال نمیدهند، 1/3 میدهند. پس وصیت در حد 1/3 و کمتر از 1/3. من بعد وصیت یوصی بها، بعد از وصیتی که وصیت میکند به آن، او دین، یا بعد از دین، بعد از وامی که بر او هست. اول وصیت را و دین را اجرا بکنن. دینی که برگردن او هست، اون دین پرداخت بشه. اگر چیزی باقی ماند، خب از وصیت که 100% میماند وقتی وصیت میکنه. چرا؟ چون که وصیت از 1/3، 2/3 حتما میماند. اما دین اگر بعد از دین چیزی ماند، دینش کل به مال مشغول شد، دین مشغول کرد مال را و برد مال را، دیگه چیزی برای تقسیم نمیماند. لذا بعد از وصیت یا دین. حالا الله عزوجل میفرماید که حکمت این تقسیم را که خدا خودش تقسیم کرده. خدا به پدر بیشتر داده، به فرزند بیشتر داده، به هر یکی سهمی داده. بعضی وقتا فکر نکنید که شما بهتر تشخیص میدید، خدا بهتر تشخیص میده. خداوند مصالح شما را، منافع شما را، این دنیا اون دنیا، منافع ورثه شما را، همه چیز را در نظر گرفته و این سهام را مشخص کرده. لذا آباؤکم و ابناؤکم، پدران شما و فرزندان شما. این که چون در این بحث چی بود؟ سهم پدران بود و مادران و همچنین سهم فرزندان. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما نمیدانید کدام یک از اینها از نظر نفع به شما بیشتره. فکر میکنید که به پدر بیشتر باید میداد، اون حق بیشتری داره، چرا به فرزند بیشتر داده، یا چرا به برادرم چیزی نداده. نه، شما نمیدونید. فریضة من الله، این فریضه ای هست لازم از جانب الله عزوجل. ان الله کان علیما حکیما، بدون شک خداوند عزوجل علیم هست، هر چیز را میداند و در کارهای الهی حکمت است. در احکام میراث و تقسیم ارث 6 سورت خواندیم. 3 سورت مال اولاد بود و 3 سورت مال پدر و مادر. حالا در این آیه دوم ابتداءً 4 سورت دیگه میخوانیم که با این 4 سورت میشه 10 سورت. از این 4 سورت 2 سورت مال شوهر هست و 2 سورت مال زن هست. مال شوهر 2 سورت، یکی اینه که زن میمیرد، شوهر از مال زن ارث میبرد، نصف مال را ارث میبرد. نصف مال را در صورتی ارث میبرد که زن اولاد ندارد، نه از این شوهر نه از شوهر دیگه. خب نصف مال شوهر میشه. صورت دوم اینه که شوهر 1/4 میبرد. این در صورتی هست که زن اولاد دارد،
یا از این شوهر دارد یا از شوهر دیگه. صورت سوم مال زن هست که زن ارث میبرد از شوهر، از مرد. چقدر ارث میبرد؟ 1/4 میبرد. در صورتی که شوهر اولاد ندارد. وقتی که شوهر اولاد ندارد، هم از این زن هم ندارد، از زن دیگه هم ندارد، هیچ اولاد ندارد، خب به زن 1/4 میرسد. اما به زن 1/8 میرسد در صورتی که شوهر اولاد دارد، یا از این زن دارد یا از زن دیگه دارد، بالاخره دارد، اون وقت به زن 1/8 میرسد. پس این سهم شوهر و زن هستند. مال شوهر 2 صورت هست، نصف میبرد یا 1/4. مال زن هم 2 صورت هست، 1/4 میبرد یا 1/8. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، برای شماست نصف اون چیزی که ترک میکنند همسران شما، ان لم یکن لهن ولد، اگر برای اون همسران، برای اون زنان هیچ اولاد نبود، نه از شما نه از شوهر قبلی. فان کان لهن ولد، اگر برای اونها اولادی بود، فلکم الربع، برای شما ربع 1/4 است، مما ترکنا، از اون مالی که زن ترک میکنند، من بعد وصیت یوصین بها او دین، بعد از تعمیل وصیتی که اونها وصیت میکنند. وصیت از همون 1/3 اجرا میشه و کمتر از 1/3، او دین، یا بعد از وامی که برگردن اونها هست. ولهن الربع، این صورت 7 و 8 بود، یعنی نصف و 1/4. حالا صورت 9 و 10 برای زنان است، مما ترکتم 1/4 است، ولهن الربع 1/4 است، مما ترکتم، اون مالی که شما به جا میگذاری، شما میرید و میروید، به زن شما چقدر میرسد؟ 1/4 ان لم یکن لکم ولد، در صورتی که شما اولاد نداشتید، نه از این زن داری نه از زن دیگه. اما فان کان لکم ولد، اگر برای شما اولاد بود، این صورت 10 است. فلهن الثمن، برای اون زن 1/8 است، مما ترکتم، از آنچه که شما ترک کردید، من بعد وصیت توصون بها او دین، بعد از وصیتی که شما مردها وصیت میکنید یا بعد از دین. این نکته هم اضافه بکنم که اگر زن 1/4 میگیرد یا 1/8 میگیرد، اگر تنها باشد همین 1/8 را میگیرد، اگر 2 زن باشند همین 1/8 بینشون تقسیم میشه، اگر 3 زن باشد هم بینشون تقسیم میشه. به 3 زن مثلا به هر یکی 1/8 نمیرسد، 1/8 به همه میرسد، بین همه تقسیم میشه. و این کان رجل یورث کلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهم السدس فان كان واكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. 10 صورت خواندیم، 2 صورت دیگه مال کلاله هست. کلاله به چه کسی گفته میشه؟ کلاله به اون متوفای میگن که وقتی میمیرد پشت سر خودش نه اصول دارد نه فروع، یعنی نه پدر و جد و بالاتر، نه فرزند و اولاد و نوه و هیچ اصول و فروع ندارد. چی دارد؟ برادر دارد یا خواهر دارد، 1 برادر دارد یا 1 خواهر یا بیشتر از یک. خب حالا برای کلاله در قرآن 2 جا حکمش بیان شده، یکی اینجا هست، یکی آخر این سوره مبارکه نساء، یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله. اینجا هست که اگر 1 برادر بود یا 1 خواهر بود، به هر یکی 1/6 میرسد، به هر یکی 1/6 میرسد. اما در آخر این سوره هست که ان امرؤ هلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک، به خواهر نصف میرسد، به برادر کل میرسد. اینجا میگه سدس 1/6، اونجا میگه نصف. این تعارض نیست،
نه خیر، تعارض نیست. این دو تا کلاله با هم فرق دارند. ببینید کسی میمیرد، پدر ندارد، جد ندارد، فرزند ندارد، نوه ندارد، هیچی ندارد، اصول و فرو ندارد، یک خواهر دارد یا یک برادر، اما فرق میکنه این برادر و خواهر چیه؟ خیفی هست یا عینی و علی هست. خیفی اینه که برادر و خواهر فقط از طرف مادر برادرش هست، از طرف خواهر برادرش، این رو میگه خیفی، یعنی برادر مادری دارد نه پدری، برادر خواهر مادری دارد نه پدری. خب این اگر خواهر یا برادرش چی باشد؟ مادری باشد، حکمش اینه که اینجا میخوانید 1/6. اون چی که اونجا میخوانید در آخر سوره، اون برادر و خواهری هست که چیه؟ عینی هست یا علی هست. عینی و علی یکیه حکمشون، یعنی از پدر و مادر است عینی، یا علی همونی که تنها برادر یا خواهر از پدر است. اون وقت اگر اونجا حکمش اینه که اگر یک برادر بود کل مال او میشه، اون دیگه عصبه هست، همه مال را جمع میکنه. اگر یک خواهر بود مثل یک دختر، نصف مال او میشه. اگر 2 تا خواهر بودن مثل 2 تا دختر، 2/3 مال اونها باشه. اگر برادر و خواهر بودن چند تا بودن، فللذکر مثل حظ الانثیین میشه. یعنی اون عینی و علی مثل فرزندان هست حکمشون. اما اینجا برادر و خواهری که از طرف مادر هست، اگر یکی هست 1/6 میرسد، اگر بیشتر از یکی هست بهشون چی میرسد؟ ثلث میرسد. للذکر مثل حظ الانثیین نداره، برابر بینشون تقسیم میشه، بهشون ثلث میرسد، ما بقیه مال بهشون نمیرسد، چون اینها عصبه نیستند، اینا از طرف مادر فقط برادرند یا خواهرند. لذا به این خاطر حکم کلاله در یک صورت فرق میکنه. این از سلف، از صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین نقل شده. اینجا که میفرماید وله اخ او اخت، علامه ابن کثیر نوشته له اخ او اخت ای من ام، ای من ام، برادری دارد یا خواهری دارد، اما این برادر و مادر چی هست؟ مادری هست. برادر و خواهر چیه؟ مادری هست، یعنی از طرف مادر خواهرشه یا برادرشه. کما هو فی قراءت بعض السلف منهم سعد بن ابی وقاص، بعضی از صحابه حتی اینجا قراءتشون این بود وله اخ او اخت من ام، و کذا فسرها ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی. سیدنا ابو بکر صدیق که این آیه تفسیر کردن فرمودن منظور از این برادر یا خواهر، برادر و خواهر خیفی است، مادری است. خب اگر اینها باشند فلکل واحد منهم السدس، برای هر یکی از اینها چقدر هست؟ 1/6. اما فان كانوا اکثر من ذلك، از یکی بیشتر بود، از یکی بیشتر بود یعنی 2 تا بودند، 2 تا خواهر بودند یا 2 تا برادر بودند، یا یک خواهر و یک برادر فرق نمیکنه، یا 3 تا بودند، فهم شرکاء فی الثلث، همه اینها در ثلث شریک. این 12 صورت شد. 2 صورت اینه، 2 صورت مال زنه، 2 صورت مال مرده، این 6 تا، 3 صورت مال پدر و مادر، 3 صورت مال اولاد، 12 تا میشه. الله میفرماید که من بعد وصیت یوصى بها او دین، بعد از وصیتی که اون وصیت میشه، او دین، یا بعد از چی؟ بعد از وام، غیر مضار. میفرماید که در حالی که ضرر داده نشود. یعنی چه؟ یعنی وصیت ناجایزی نباشد، وصیتی که در اون ضرری برای یکی از ورثه هست نباشد. چنین ورثه، اگر چنین وصیتی هست، اون کسی که وصیت میکنه اون را تفهیم بکنه این وصیت درست نیست، یا اینکه وصیتش را بعداً اجرا نمیکنه. مثلا وصیتی میکنه میگه کل مال من را بدهید، وقتی میگه کل مال من را، این ضرر دهنده است، این وصیت به ورثه چی نمیرسه. بعضی از ورثه خودشون ناراضی هستن،
میگه اصلا به بچه ما هیچی ندید، همه را بدی به مسجد. خب غیر مضار، اینجا دیگه سبب چی میشه؟ ضرر میشه دیگه. وصیتش اونطور که گفته اجرا نمیشه، همه را به مسجد نمیدن، یک سوم را میدند، دو سوم دیگه بله ورثه تقسیم میشه. وصیتا من الله، این وصیتا مفعول مطلق یوصیکم هست. یوصیکم الله وصیتا، خدا به شما امر تأکیدی میکنه، وصیت تأکیدی از جانب الله. والله علیم حلیم، الله تعالی هر چیز را میداند و خداوند هم حلیم و بردبار است. تلک حدود الله، این برای تأکید است، تأکید تعمیل احکام. خداوند احکام را در این آیه بیان فرمود، آخر میفرماید اینا حد و مرز الهی هستند. چرا اینها را حدود الله میگه؟ چرا اینها را حد و مرز میگه؟ تا گویا خداوند تأکید میکنه که ما بهشون عمل بکنیم، اجحاف نکنیم، ظلم نکنیم، سهم هیچ کسی را کم نکنیم. تلک حدود الله، اینها حدود الهی هستند. و من یطع الله و رسوله، هر کسی اطاعت میکند الله و رسول را، یدخله جنات تجری من تحتها الانهار، الله داخل میگرداند او را در جنات و در باغاتی که جاری هست از زیر درخت ها و کاخهاش نهرها، خالدین فیها، همیشه در اون جنات هست. و ذلک الفوز العظیم، هر کسی که اطاعت بکنه وارد بهشت میشه، بزرگترین کامیابی اینه. اما هر کسی که نافرمانی بکنه، هر کسی که حیف و میل بکنه، مال یتیم بخورد، مال زن را بخورد، مال وارث را بخورد، و من یعص الله و رسوله، هر کسی نافرمانی کند الله را و رسول الله را، و یتعد حدوده، و در حدود الهی تعدی و تجاوز کند، یدخله نارا خالدا فیها، داخل میگرداند الله او را در آتشی که همیشه در اون آتش ماندگار است. و له عذاب مهین، برای اون فرد عذاب ذلت بار است. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم. خب این حکم هفتم رعیت بود. خدای عزوجل در این حکم مال میراث را بیان فرمود، سهم هر یکی را که 12 صورت بودن، در این 12 صورت سهم هر یکی مشخص شد. اما بعد از این الله عزوجل برای اصلاح زندگی، اصلاح امور زندگی، احکام دیگه بیان می‌فرماید. این احکام اینه که کسانی که زن و شوهر هستند، با هم زندگی زناشویی مشترکی دارند، اگر یکی از اینها مرتکب کار بی حیایی بشند، کار بی عفتی بشند، رابطه نامشروع بگیرند، الله تعالی این افراد را میفرماید که منتظر باشید تا حکم خدا درباره اینها اجرا بشه. واللاتی، اون زنهایی که یأتین الفاحشة، انجام میدهند بی حیایی را، بی عفتی را، من نسائکم، از زنهای منکوحه شما. من نسائکم منظور از زنهای ازدواج شده شما. فاستشهدوا علیهن 4 منکم، این حکم هشتم است، حکم هشتم رعیت. اول فیصله نکنید، اول ثابت کنید. پس شاهد بطلبید بر آنها 4 شاهد. اگر 4 شاهد بود ثابت میشه. فإن شهدوا، اگر شهادت دادن یا خودش اعتراف کرد، فامسکوهن فی البیوت، این زنها را به حکم حاکم در خانه نگهداری بکنید، حبس بکنید، زندان بکنید، حتی یتوفاهن الموت، تا کی؟ تا بمیرد، کامل بگیرد او را مرگ. او یجعل الله لهن سبیلا، یا خداوند قرار بده برای او راهی، یعنی حکم جدیدی نازل بفرماید. میگویند این حکم مربوط به ابتدا هست. ابتداً خداوند فرمود که
کسی که مرتکب بی افتی میشه، زنی که مرتکب بی افتی میشه، این زن خود شوهر دارد، من نسائکم، منکوحه کسی هست، ولی مرتکب این کار میشه، هنوز حکم دستور خداوند نیامده بود، جریمه نیامده بود، فرمود که اینها را در خانه حبس کنید تا که خداوند عزوجل دستور بده چه کار کنید. این ابتدا بود، بعداً دستور صادر شد. دستور درباره زنا، اگر ازدواج کرده که اون رجم کنید، سنگسار کنید. حکم سنگسار در قرآن صریح نیست، در قرآن اشاره هست به سنگسار. یهودی ها یک زنی از اونها زنا کرده بود، سنگسارش نکردن چون در تورات سنگسار بود. آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم، قرآن اشاره کرد که اون چیزی که حکم شماست در پیش خود اونهاست. و کیف یحکمونک و عندهم التورات، تورات پیش اونهاست، پیش شما چرا میاند؟ تو تورات همین حکم رجم هست، فیها حکم الله. حکم الله چی بود؟ رجم بود. و همچنین در احادیث به صورت متواتر هست و هم عمل در زمان رسول الله، در زمان صحابه و خلفای راشدین هم همین بود که هر کسی که ازدواج کرده بود سنگسار می شد. پس این حکم یک حکمی هست که هم از روایات متواتره و هم از اجماع امت ثابته. و اگر غیر چی بود، غیر ازدواج کرده، اون دستورش در سوره نور آمده که الزانیة و الزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، 100 ضربش الله. لذا بعدن که این حکم آمد دیگه این منسوخ، در خانه ها حبس نمیشه. اما بعضی از بزرگان، یکی از مفسرین علامه سید احمد پالنپوری رحمه الله معتقد است که بعضی از احکام برای مدتی هستند، دوباره این احکام زمانشون شاید فرا برسد. مثلا ابتداءً حکم صادر نشده بود، خب فرمود اینها را در خانه حبس کنید. بعداً که حکم آمد، حکومت اسلامی اقامه شد، حکم اجرا می شد، در زمان رسول الله همین بود. اما بعداً در زمانهای بعدی امکان در مثل زمانه ما که اگر کسانی مرتکب بشند، این مرتکب این اشتباهات بشند، اونها را کسی اجرا نکند. خیلی جا هستن حکومت ها اجرا نمی کنند، کاری ندارند، حتی بعضی جا آزادی هست. اینجا میفرم وقتی که شرایط این باشد دوباره همون حکم است، یعنی دوباره این افراد تو خانه ها حبس بشند، ورثه اونها را حبس کنند حتی یتوفاهن الموت، تا بمیرند. او یجعل الله لهن سبیلا، خدا راهی درست کند. راه درست کردن راه چیه؟ دوباره اگر اجرا شد، حکومت اسلامی آمد و حکم خدا را اجرا کرد تا اون زمان، اگر نه همینجا تو خونه بمانند، اینها را نگذارن بیرون بشند. بعضی میفرمایند این کلیتا منسوخ نیست، نسخش موقتا است، دوباره اگر شرایطی فراهم بشه دوباره همین اجرا میشه. الان خیلی از خانواده ها هستند، خانواده های دیندار، شریف، نجیب، گاهی میپرسند چه کار بکنیم با اینها؟ کسی نمیتونه فتوا بده که خودتون اقدام کنید، جایی هم نیست که این حکم را اجرا بکنند. بغیر از این دیگه راهی نیست که به اونها مشوره داده بشه، گفته بشه که اینا را حبس کنید، دیگه نگذارید هیچ وقت برای هیچ نیاز و ضرورت از خانه خارج نشوند. واللذان یأتیانها منکم، آن دوتایی که مرتکب این میشوند از شما، آن دوتا بعضی میگویند که باز هم در رابطه با بی افتی هست، زنا هست، اما کسانی که ازدواج نکردند، این حکم درباره اونهاست. اما بعضی میگن این حکم درباره مردها هست، بلا نسبت در رابطه با همجنس بازی هست، لواط هست. فآذوهما، اینجا قرآن گفته که شما حاکم ها، شما قضات، اونها را شکنجه بدهید.
حالا اگر درباره پسر و دختر باشه فآذوهما، شکنجهشون همونی که 100 ضرب شلاق آمده. و اگر اون صورت دیگری باشد، هم جنس بازی، مرد به مرد باشد، فآذوهما، هر شکنجه‌ای که قاضی مناسب میدونه. این موکول به رأی قاضی هست، به نظر قاضی هست. بعضی وقتها به خاطر عبرت دیگران بدترین شکنجه را و بدترین درس عبرت را به دیگران هم میدادند. لذا فإن تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما، اگر این دوتا توبه کردند و اصلاح شدند پس از اونها اعراض کنید. میگه این قبل از اینکه حکم بعدی که در سوره مبارکه نور هست نازل بشه. اما بعد از اینکه اون حکم نازل شد، اگر اثبات بشه حد الهی باید اجرا بشه. ان الله کان توابا رحیما، همانا خداوند عزوجل تواب است، توبه پذیر است و نسبت به بندگانش مهربان هست. اما اینجا خداوند ترغیب به توبه میده، ترغیب به رجوع الی الله میده. خداوند توبه را قبول میکنه. توبه را از چه کسانی قبول میکنه؟ انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله. جزی نیست که توبه بر الله هست، یعنی تفضلا خدا توبه را قبول میکنه، فضل خداست برای کسانی که عمل بد میکنن. یعملون السوء، اشتباهی میکنن از روی جهالت، نادانی. ثم یتوبون من قریب، سپس زود توبه میکنند. من قریب، قریب چه مدتی هست، چه زمانی هست؟ 1 ماه، 1 روز، 1 سال. خب علما نوشتن من قریب یعنی قبل از موت. من قریب یعنی چی؟ قبل از موت. از کجا میدونیم که من قریب قبل از موت؟ آیه بعدی چی میگه؟ آیه بعدی میگه حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. مرگش میاد میگه الان توبه کردم، دیگه این قریب نیست، این بعیده. وقت مرگ وقتی که توبه میکنه پس دوره، بعیده. قبل از موت توبه بکنه. حالا قبل از موت زمان مشخص نیست، چون هیچ کس تاریخ مرگ خودش را نمیدوند، لذا هر چی زودتر قریبه. شاید فردا بمیره، پس همین امروز توبه بکنه. به این خاطر الله تعالی میفرماید که ثم یتوبون من قریب، زود توبه میکنند. فاولئک یتوب الله علیهم، این افراد، این گروه ها کسانی هستند که خدا هم بر اونها رجوع میکند، یعنی توبهشان را میپذیرد. و کان الله علیما حکیما، پروردگار هر چیز را داناست و با حکمت است. پذیرش هم بر اساس حکمت است. اما اگر توبه فاصله داشته باشد، چقدر فاصله؟ به اندازه‌ای که تا مرگ برسه، این دیگه قبول نیست. ولیست التوبة للذین یعملون السیئات، توبه نیست برای آنها، یعنی پذیرش توبه نیست برای آنهایی که عمل بد میکنن، تمام زندگی بد انجام میدهند. حتی اذا حضر احدهم الموت، حتی وقتی که پیش یکی از اونها مرگ میآید، وقت زمان مرگش فرا میرسد، قال انی تبت الان، میگوید من الان توبه کردم. این توبه دیگه به درد نمیخورد، بالخصوص محتضر. در تفسیری دیدم که دلیل این که اون زمان توبه قبول نمیشه دلیلش چیه؟ ببینید خداوند عزوجل بسیار مهربان است که اینقدر انسان را مهلت میده. لذا تا زمانی که انسان پشت پرده را نمیبینه توبهش قبول میشه. تا زمانی که پشت پرده را نمیبیند، چون ما ایمان بالغیب داریم، نه؟ اون چی که پشت پرده هست، در غیب هست، او را باور داریم. لذا الان اگر توبه کرد قبل از اینکه اون مشاهد را ببیند، قبل از اینکه فرشته های مرگ را مشاهده بکند، قبل از اینکه این گروهی که آمدن برای قبض روحش ببیند، خب این توبه هنوز بر اساس ایمان بالغیب است. این توبه بر اساس ایمان بالغیب است.
انشاءالله قبول میشه، پذیرفته میشه. اما وقتی که وقت احتضار باشد، وقت نزع باشد، بر اساس تعبیری که در حدیث آمده وقت غرغره باشد، توبت ان الله یقبل توبت امتی ما لم یغرغر، وقت خرخره هست، اون زمان انسان یک سری مشاهدی را مشاهده می کند، یک سری مباحث مسائلی را، مثلا فرشتگان را می بیند. پس اینجا که توبه میکنه، این توبهش بر اساس ایمان بالغیب نیست، ایمان بالمشاهد است، به اون چیزی که جلوی چشمش است. این مثل این میشه که کسی میره قیامت و در میدان محشر حاضر میشه، بهشت را میبینه، جهنم را میبینه، الان توبه میکنه، به درد میخورد؟ اونجا جای توبه نیست. اینجا هم جای توبه نیست. وقتی که مرگ حاضر شده، آثار مرگ آمده و چشمهایش نسبت به عالم غیب کم کم باز میشه، کم کم مراحل ابتدایی میبیند، لذا این توبه قبول نیست. الله میفرماید حتی اذا حضر احدهم الموت، حتی وقتی که حاضر میشه پیش یکی از اونها مرگ، قال انی تبت الان، میگه من توبه کردم الان، نه قبول نیست. ولا الذین یموتون وهم کفار، و همچنین نه اونهایی که میمیرند در حالی که کافر هستند، در حالت کفر میمیرند، همین وقت مرگ توبه میکنه از کفر و مسلمان میشه، هم قبول نیست. قبل از اون توبه میکرد قبول بود. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، این افراد برای اونها آماده کردیم ما عذاب دردناک، اونایی که این وقت توبه میکنن. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها، این بحث کسانی بود که بی عفتی میکنند و روابط نامشروع برقرار میکنند. حالا حکم نهم رعیت را میخوانیم. حکم نهم رعیت اینه که خداوند میفرماید شما زنها را بالاجبار وارث نشوید، یعنی چنان ارثی که زن راضی نباشد. این هم یکی از رسومات جاهلیت بود که وقتی که زنی که شوهرش میمرد، بعد از اون اختیار اون زن به خانواده شوهر بود، به پدر شوهر، به برادر شوهر. مثلا هر جا که پدر شوهر میگفت اون زن میتونست ازدواج بکنه، چون که اون را مثل یک زرخریدی برای خودشون داشتن. مثلا میگفت باید با فرزند خودم ازدواج کنی، فرزند دیگرم، باید اون زن ازدواج میکرد. اگر اون برادر شوهر میگفت باید با من ازدواج کنی، راهی نداشت، چه دوست داشت چه نداشت، چه علاقه داشت چه علاقه نداشت. یا به کسی دیگه هم، هر کسی که اونها میگفتند باید ازدواج کنه. این بالاجبار وارث شدن او هست. خداوند عزوجل از این من میفرماید زن وقتی که شوهرش فوت میکنه، بعد از اون زن آزاده، عده را میگذراند، هر جا که دوست داشت ازدواج میکنه. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها، حلال نیست، جایز نیست برای شما که وارث زنها بشید جبرن، با اکراه، با مجبوری. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، اونها را هم باز ندارید شما شوهران تا که ببرید شما. بعضی وقتا شوهر علاقه نداره با زن زندگی کند، زن را معلق می کند، زن را تحت فشار قرار میده که چی مالی که داده اون مال را پس بگیرد. این برای شما حلال نیست، این بے انصافی است. وقتی که علاقه نداری به زن، زن را رها کن، هر چی دادی دیگه از زن استفاده شده، مال او هست. خدمت شما عرض کردم به محض ارتباط گرفتن، به محض استفاده کردن از همدیگه مهر کامل میشه. مهر با استفاده کامل میشه، نه اینکه با طلاق دادن یا چیزی دیگه. پس حالا کسی میخواد بعد از
یک سالی که با زن زندگی کرده میخواد طلاقش بده، به هیچ وجه برایش جایز نیست اون چیزی که به زن داده اون را پس بگیرد. مهر هست، طلاق هست، هر چی هستند، اونا را پس نمیتونه بگیره. الا ان یأتین بفاحشة مبینه، مگر اینکه زن خودش گناه آشکاری انجام بده. گناه آشکاری انجام بده یعنی چه؟ این دو تا تفسیر کردن. یکی اینه که شوهر خودش نمیخواد با زن زندگی بکنه، زن را وقتی طلاق میده جایز نیست برای شوهر چیزی پس بگیره، مگر اینکه شوهر نمیتونه با زن زندگی کنه به خاطر بدرفتاری زن، بداخلاقی زن، خشونت زن، درگیری هر روز زنه. هر روز اینجا منظور از یأتین بفاحشة مبینه بداخلاقی و نافرمانی هست، نشوز هست. زن مقصره، زن نمیخواد با این شوهر زندگی بکنه، هر روز باش درگیره. حالا چون که اینجا گناه از زن است، اشتباه از زن است، شوهر میتونه که به شرط چی؟ به شرط همون مهریه طلاقش بده، همون خل میشه که شما خواندید. در این صورت میتونه پس بگیره. این یک تفسیر است. تفسیر دوم را عرض میکنم. ترجمه: ولا تعضلوهن، باز ندارید آن زنها را لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، تا که ببرید بعضی اون چیزی که به اونها دادید. الا ان یأتین بفاحشة مبینه، مگر زنها خودشون کار نافرمانی واضح انجام بدند، یعنی بد اخلاقی و نشوز واضحی انجام بدند، شما میتونید. اما یک صورت دیگه اینه، بعضی اینه گفتند که اگر زن بلا نسبت یه جای دیگه رابطه نامشروعی برقرار کرد، اگر زن رابطه نامشروعی برقرار کرد قبل از اینکه حکم زنا بیاید، اون زمان زن را تنبیه میکردن. یکی از تنبیهات زن این بود که چون خانه این مرد را خراب کرده، هرچی که مرد داده بود از او پس میگرفت. اما الان این حکم نیست، الان این حکم نیست. اگر العیاذ بالله زنی خیانت بکند و شوهر او را طلاق بده، چون که زن خیانت کرده شوهر نمیتونه مهر را پس بگیرد. اون مهری که داده، اون مهر به خاطر استفاده خود شوهر از اون بوده، او همون روز اول مال زن شده. الان زن وقتی که فسادی مرتکب میشه دیگه شوهر نمیتونه اون مال را چی بکنه؟ پس بگیرد. پس اگر منظور از این مال هست، این حکم مربوط به همون زمانی هست که هنوز حکم چی؟ حکم حد خدا جاری نشده بود. لذا من نکنید تا که ببرید بعضی اون چیزی که به اونها دادید، مگر اینکه زنها مرتکب فاحشه و مبینه بشن. و عاشروهن بالمعروف، الله می فرماید با این زنها زندگی کنید طبق دستور شرعی. طبق دستور شرعی یعنی چی؟ یعنی نانشون را، نفقهشون را، لباسشون را، مسکنشون را، همه چیز را مرتب بهشون بدید، هرچی که حق اونهاست. اگر طبعا بعضی وقتا شوهر طوری میشه که میگه که من اصلا این زن دوست ندارم، مثلا با اخلاق ما با هم نمیخوره، یا ازش خوشم نمیاد، اما زن تقصیری نداره، بعد از مدتی میشه میگه ازش خوشم نمیاد. اگر مقصر نیست، صرفا خوشت نمیاد، به خاطر این طلاقش نده، نگهش دار. فان کرهتموهن، اگر اونها را نمیپسندید، اکراه دارید نسبت به اونها، الله می فرماید شما صبر کنید. فعسى ان تکرهوا شیئا، چه بسا یه چیزی را طبعا نمیپسندید، و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، خداوند در اون خیر بسیار زیادی قرار داده. گاهی اینطور میشه که از زن خوشت نمیاد ولی صبر کن، خداوند از او شاید اولادی بهت نصیب کند که اولاد و فرزندان قرة عین بشن، چشمت را خنک بکنند، قلبت را شاد بکنند. و
امکان داره که همین زن هم فردا نظر خودت هم عوض بشه. لذا بلا دلیل گاهی انسان میبینه خوشم نمیاد، بلا دلیل ترک نکنه، صبر کنه. صبر همینه. فعسى ان تکرهوا شیئا، گاهی یه چیزی را نمیپسندید ولی نگهش میداری به خاطر فرمان خدا. و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، خداوند در او قرار داده خیر زیادی. و این اردتم، این حکم دهم است، اون چی که خواندی اینجا حکم نهم بود. و این اردتم استبدال زوج مکان زوج، گاهی مرد میخواد یه زن دیگه بگیره. خب یک زن دیگه میگیره، این زنش را اولا همین که در حکم نهم خواندین نگه دارید، زن دیگه هم برای شما مباح است. اما میگی نه باید یک زن داشته باشم، این را میخوای طلاق بدی. این را اگر الان طلاق میدی، گرچه طلاق ابغض المباحات است، همون تیر آخر زندگی هست، اون چی که بهش دادی ولو اینکه به اندازه یک خزانه بهش دادی، مال کثیر دادی، اونا را پس نگیر، جایز نیست برای تو. چگونه پس میگیری؟ خداوند میفرماید شما از همدیگه استفاده جنسی داشتید، اینها را که بهش دادید دیگه مال او شده، برای شما پس گرفتن اینها جایز نیست. متاسفانه این ظلم در جامعه زیاده. بعضی وقتا ابتدای زندگی زن را دوست داره، هر مهری که میگویند قبول میکنه، بهش میده، میلیاردها پول میده، طلا میده. بعداً مدتی که زندگی میکنه چشمش جای دیگه میفته، حالا این را چنان تحت فشار قرار میده میخواد هر چی داده پس بده. زن را در منگنه میذاره که پس بده. این حرام است، این یکی از بزرگترین ظلم ها است. و تجربه نشان داده بسیاری از مردها که این گونه بر زنها ظلم میکنن. زن بالاخره مظلومه، ضعیفه، بدون دلیل ظلم میکنه. زن مقصر نیست، صرفاً به خاطر یک زن دیگه که از زن دیگه خوشش اومده، به خاطر اون زن میخواد بر این زن ظلم بکنه، این را در منگنه قرار میده، از این میخواد مالش را پس بگیره. این مرد چنان ضربه مهلکی میخوره که دوباره کمرش میشکنه، راست نمیشه. لذا ظلم به هیچ وجه درست نیست. ظلم نتیجهش را انسان در همین دنیا میبیند. لذا الله میفرماید و این اردتم استبدال زوج مکان زوج، اگر شما اراده کردید تبدیل کردن همسر به جای همسر، یک همسر دیگه بیاری به جای همسر. و آتیتم احداهن قنطارا، و دادید به یکی از اونها خزانه دادید، یعنی مال زیاد. مراد مال زیاد هست. از اینجا استدلال گرفتند که مهر زیاد هم شرعاً اشکال نداره، گرچه برکت در مهر مختصره. اما زنی استدلال گرفت در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه، وقتی که حضرت عمر فرمود که مهریه ها را پایین بیارید، زنی بلند شد گفت که وقتی خدا می فرماید و آتیتم احداهن قنطارا، شما کی هستید که میگی کم بگیرید؟ سیدنا عمر وقتی چون استدلال قرآنی بود فرمود یک زن از عمر هم بیشتر میفهمد. لذا مهر زیاد نباشه بهتره، اما اگر باشه ناجایز نیست. و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، نگیرید از اون چیزی. اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا، آیا از اون میگیرید بهتان؟ بهتان یعنی وقتی که از زن پس میگیری، این به مثابه بهتان است، حتما زن مقصره و گناه آشکار نکنید این کار را. و الله تعالی میفرماید چطور دلتون میاد که اون را پس بگیرید در حالی که ازش استفاده کردی. و کیف تأخذونه، چگونه اون مال را پس میگیری. و قد افضا بعضکم الی بعض، افضا به معنی بیپرده شدن، بیپرده شدی بعضی به بعضی، یعنی از همدیگه استفاده جنسی داشتید.
و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، به وقت ازدواج و عقد از شما پیمان محکمی گرفته شده به حکم الله. اونجا وقتی که شما به نام خدا قبولش کردی و عقدش کردید، اون عقد کردن معنیش یک میثاق هست، یک پیمان هست. یعنی وقتی این را به زنی گرفتم، به همسری اختیار کردم، به زوجیت اختیار کردم، تمام حقوق زوجیت را به او پرداخت میکنم. این میثاق، این پیمان را بستی، حالا حقوقش همینه که بهش ظلم کنی، اون را تحت فشار قرار بدی که مال را برگرداند. لذا این حکم دهم هست که نباید نسبت به زنان ظلم بشه، حقوقشون پایمال نشه. وقتی که تفاهم نیست، به خوبی جدا بشید، با تفاهم جدا بشید، هر چی که دادید پس نگیرید. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم. حکم 11. در حکم 11 محرمات بیان میشه. الله عزوجل چندین صورت از محرمات، تقریبا 15 تا از محرمات هستند که ازدواج اونها و نکاح اونها حرام هست. اونها را ذکر می فرماید. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف. نکاح نکنید اونهایی را که نکاح کردند پدران شما از زنها، مگر اون چی که گذشته. اگر پدر زنی گرفته و بعدا پدر فوت کرده، اون زن تا ابد میشه همون نامادری، میشه مادر انسان. بنابر حرمت مصاهره میشه برای انسان حرام است. در زمان جاهلیت اگر کسان این کار را کرده بودن، اون گذشته. معنیش این نیست که اگر قبلا انجام داده هنوز در عقد شماست، در عقد داشته باشه از این به بعد نکنید. نه، اون دیگه نکاح چی میشه؟ فسخ میشه، میشکنه. لذا اونهایی که در زمان جاهلیت کسانی ندونستند و الان تمام شده اون نکاح، این کار را نکنی. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، اونی که پدران شما از زنها نکاح کرده، الا ما قد سلف، مگر اونی که گذشته. چرا؟ انه کان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا. الله می فرماید این کار بدترین کار است، هم عقلا، هم عرفا، هم شرعا. فاحشة عقلا یعنی بی‌حیایی است که کسی با زن پدر خودش ازدواج کنه. عقل این را قبول نمیکنه، این را بی‌حیایی میدانه، مادر انسانه. و مقتا و مورد خشم، عرفا مورد خشم و غضب میشه. و ساء سبیل، شرعا راه بسیار بدی هست، راه نادرستی هست. درست نیست که انسان با زن پدر ازدواج بکنه. علاوه از این محرمات دیگر، این محرمات بعضی محرمات نسبیاند، بعضی محرمات رضاعیاند، بعضی محرمات سببیاند. یعنی چه؟ یعنی بعضی از محرمات به خاطر نسبتی که با انسان داره، مادر، خواهر، خواهرزاده، برادرزاده، اینها نسبیه. رضاعیه به خاطر شیر حرام شده، حرام میشه از نسب، از رضا اون چیزی که حرام میشه از نسب. مادر نسبی حرام، مادر رضایی حرام. خواهر نسبی حرام، خواهر رضایی حرام. عمه نسبی، خاله نسبی، مادر همچنین خاله رضایی، عمه رضایی. برادرزاده نسبی، خواهرزاده نسبی، همچنین برادرزاده رضایی. و همچنین سببی اون هست که به سبب زن، چون زنی کسی عقد کرده، به سبب زن بعضی ها بر انسان حرام میشه. مثلا کسی زنی را عقد بکنه، دیگه مادر زن میشه مادر انسان، برای همیشه حرام. دختر این زن میشه که از شوهر قبلی داشته، میشه دختر انسان. خواهر این زن موقتا برای انسان چیه؟ حرام است. پس اینها محرمات سببیه هستند. اینا 15 تا هستند. الله بذکر میفرماید
حرمت علیکم امهاتکم، حرام قرار داده بر شما ازدواج کردن با مادرهایتون، و بناتکم، و دخترهایتان، و اخواتکم، و خواهرهایتان، و عماتکم، عمهایتان، و خالاتکم، خالها، و بنات الاخت، و بنات الاخ، برادرزاده ها، دختر برادر، و بنات الاخت، خواهرزاده یعنی دختر خواهر، و امهاتکم اللاتی، تا اینجا نسبیه بودن، حالا رضاعیه، و امهاتکم اللاتی، و مادران شما، اون مادرانی که ارضعنکم، شما را شیر دادن، و اخواتکم، و همچنین خواهران شما، من الرضاعه، از شیر، خواهر شیری. تا اینجا 10 تا شدن، 8 تا نسبیه شدن، 2 تا رضاعیه، 11می. و امهات نسائکم، از اینجا سببیه هستند. و امهات نسائکم، و همچنین زنان، مادران زنان شما، یعنی مادر خانم. و ربائبکم، و ربیبه شما. ربیبه یعنی پیشزاده به فارسی میگویند، دختری که مال این زن است، زنی که شما عقدش میکنید، این زن یک دختری داره، این دختر میشه ربیبه شوهر این زن. رضا این هم حرام است برای شما. اللاتی فی حجورکم، اون ربیبه‌ای که در عرض کنم که تحت تکفل شما، سرپرستی شما است، شما ازش نگهداری میکنید. حالا سوال این است که اگر ربیبه بود اون را انسان خودش نگهداری نمیکنه، اونم حرامه. اللاتی فی حجورکم، این قید اتفاقی، قید اعتراضی نیست. معنیش این نیست که اگر در تکفل شما نبود جایزه، نه، اونم جایز نیست. ولی چرا گفته اللاتی فی حجورکم؟ بعضی مفسرین میگن چون معمولا کسی که زنی میگیرد، زنش دخترکی دارد، اون دخترک با مادرش زندگی میکنه، عموما اون دخترک با همین ناپدری هست. و همچنین اشاره هست که یه وقتی شما زنی میگیرید و زن پسری دارد، دختری دارد، این بیرحمی هست که شما بگید به شرط اینکه این دخترت را نیاری با خودت خانه من، پسرت را نیاری، اون هم نگهداری کن. مادرش را که عقد کردی، پسر کوچکش را، دختر کوچکش را، مگر خودشون نخواستند، اولیاش نخواست. لذا به این خاطر اللاتی فی حجورکم، چون معمولا ربیبه ها در حجر کی هستند؟ ناپدری هستند. من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، البته این شرط است، از اون زنهایی که شما با اونها خلوت کردید یا با اونها همخوابی داشتید. اگر زنی انسان ازدواج می کند و باش هیچ رابطه جنسی نداشته، فقط عقدش می کند، بعداً قبل از اینکه با هم دیگه زندگی مشترکی بکند طلاقش میده. عقدش کرد بعد طلاقش داد، فردا با دختر این زن میتونه ازدواج کنه یه وقتی دیگه، به خاطر اینکه اون زن بالاخره به اون معنی که رابطه داشته باشند زنش نبود. به همین خاطر میفرماید از زنهایتان اللاتی دخلتم بهن، شما با اونها رابطه داشتید و همخوابی داشتید. فإن لم تکونوا دخلتم بهن، اگر با اونها همخوابی یا خلوت صحیحه نداشتید، فلا جناح علیکم، گناهی نیست که اگر این را در زمان نامزدی طلاق دادی، یک روزی بعد با دخترش ازدواج کنید. و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، این هم محرم سببی هست. حلائل جمع حلیله هست. حلیله یعنی همسر، زن. زن فرزندت یعنی میشه عروست. زنهای فرزندان شما، اون فرزندانی که الذین من اصلابکم، اون فرزندانی که از پشت شما هستند، یعنی از کمر شما هستند. همچنین فرزندان رضاعی، زنهای اونها هم جایز نیست، زنهای اونها هم جایز نیست. اینجا الذین من اصلابکم فرموده، چرا؟ چون بعضی زنها بودند که مال فرزند خانده ها بودند، اونها رو میگن چی؟ پسر خانده، فرزند خانده، متبنا. اونها زن اونها دیگه محرم نمیشه. مثلا 2 نفر هستند،
میگن بیا از این به بعد من و تو با هم پدر و پسر، یکی میشه پسر یکی میشه پدر. حالا این پسر اگر زنی داشت، زنش دیگه محرم پدر نمیشه. فردا اگر زنش را طلاق داد، این پدر میتونه ازدواج کنه. پس این درباره کدوم عروس هست؟ اون عروسی که واقعا عروس باشه، از زن فرزند واقعی یا فرزند شیریت باشه. اما زنی که زن متبنایت باشه، پسرخواندهت باشه، اشکالی نداره. حضرت زینب ما در سوره احزاب میخوانیم، حضرت زینب زن حضرت زید بود. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها. زید او را طلاق داد. خداوند به رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور داد شما ازدواج کن. چرا؟ میخواست این رسم را، این رسم جاهلیت بود، این رسم را از بین ببره. خب رسول الله چیکاره؟ زید بود، پدرخواندهش بود. زید را همیشه میگفتن زید ابن محمد. خداوند فرمود که و ما کان ادعیاءکم ابناءکم، این که پسرخوانده های شما هستن، اینا فرزند واقعی دیگه حساب نمیشند. زن اونها محرم شما نمیشه. اگر او طلاق داد میتونی چی بکنی؟ ازدواج. به این خاطر میگه و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اون پسرانی که از پشت شما هست. و همچنین حرام است برای شما ان تجمعوا بین الاختین، بین دو خواهر شما جمع کنید. این دو خواهر که هستند هر دوتا چه با هم خواهر نسبی ان چه خواهر رضایی، نمیتونی این دوتا را در یک عقد جمع کنی الا ما قد سلف، مگر اونی که در جاهلیت گذشته اون وقت نمیدونستید. الان نه. ان الله کان غفورا رحیما، خداوند عزوجل بخشاینده و مهربان است. خب این 14 تا از محرمات شدن، اینا حرامند. 15می والمحصنات من النساء، زنهایی که تحت یک شوهر دیگه هست، زن یک شوهر دیگه هست. محصنات خدمت شما عرض بکنم در قرآن کریم به 3 معنی آمده. یکی محصن یا محصنه به اون مردی گفته میشه یا به اون زنی گفته میشه که ازدواج کرده، اینجا به همین معنی هست. در مقابل مجرد است. یکی از مجرد و یکی هست چی؟ محصن. مجرد اونی که ازدواج نکرده، محصن اونی که ازدواج کرده، شوهر داره. یکی دیگه معنای محسن هست پاک دامن، ان ینکح المحسنات المؤمنات، محسنات المؤمنات زنهای پاک دامن را، زنهای بدکار را ازدواج نکنید. معنای دوم محسنات پاک دامن. معنای سوم محسنات حرات، زنهای آزاد. در مقابل چیه؟ کنیزه. کنیز آزاد نیست. پس به 3 معنا آمده اینجا در این سوره، هم به هر 3 معنا استفاده شده. اینجا به معنای چی هست؟ متأهل، یعنی همچنین حلال نیست برای شما ازدواج کردن با زن متأهل، زنی که شوهر داره. این بدترین چیز هست. قبل از اسلام در بعضی از فرهنگ‌های منحط، عرض کنم که چند شوهری بوده. حتی در زمان مشرکین قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم یه زن چند شوهر گرفته. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها در روایت بخاری روایت میکنه، زن همزمان با چند نفر رابطه داشته. این کثیفترین چیز و بدترین چیز هست. چون صبح عرض کردم خدای عزوجل به شوهر این ظرفیت را، این خلقتن هست، این از نظر پیدایشی هست، به شوهر این ظرفیت را داده، میتونه ازدواج بکنه. اما زن این ظرفیت را نداره و به این خاطر یه زنی که زن یک شوهر است برای کسی دیگه جایز نیست با او ازدواج بکند. این از محرمات صریح است، حرام است. متاسفانه الان دیده میشه بعضی وقتا بین زن و شوهر
اختلاف میفته، از همدیگه جدا میشن، 1 سال 2 سال از همدیگه جدا شده، بعد زن میره ازدواج میکنه، هنوز شوهر طلاق نداده، هنوز این زن متأهل است. بعضی وقتا میگه نه دیگه با هم سازگاری ندارن، 100 جا داشته نباشن، باید طلاق بده، نده، این نکاح اصلا درست نیست، حرام قطعی هست و نص صریح قرآن مجید. بعضی وقتا میگن دادگاه طلاق داده، دادگاه کی است که طلاق بده؟ طلاق را شوهر، خداوند در اختیار شوهر گذاشته. در یک صورتی فقط دادگاه میتونه طلاق بده که شوهر واقعا مشکل جنسی داشته باشه، اون هم قاضی تا 1 سال بهش فرصت میده، برو خودت را مداوا کن، اگر نتوانست آخر بالاخره مقصر خودش. اینجا شریعت به قاضی این اجازه را داده. ولی زنی که شوهرش تو زندان افتاده، شوهرش معتاده، شوهرش نمیدونه بیکار، درآمدی نداره، قاضی نمیتونه به خاطر این اون زن را طلاق بده. این طلاق اگه بده طلاق نمیشه. پس زنی که شوهردار هست، نکاح این زن حرام است، حرمت. این هم والمحسنات تحت حرمت هست، یعنی حرمت المحسنات من النساء، حرام است ازدواج کردن زنهایی که متأهل هستند. الا ما ملکت ایمانکم، البته یک صورت استثناء است. این صورت بعضی فکر میکنن کنیز، نه، کنیزی که شوهر داشته باشه هم جایز نیست. کنیزی که شوهر داره و مولا او را به عقد شوهر در آورده، اون مال اون شوهر دیگه، خود مولا هم ازش نمیتونه استفاده بکنه، شوهر دیگه هم نمیتونه بده بهش. منظور از این الا ما ملکت ایمانکم چی هست؟ اون زنی هست که از دارالحرب، از دارالکفر چی شده؟ در اسیر شده و از دارالکفر آورده شده به دارالاسلام. حالا اینکه اسیر شده، از اونجا ربوده شده، آورده شده اینجا، با توجه به اینکه اون شوهرش در دارالکفر است، این زن در دارالاسلام اسیره، دیگه نکاح بین اینها قطع میشه به خاطر اختلاف دار. نکاح که الان کسی بگه این شوهر داره، دیگه این استثناء است. حتی ببینید اسلام این زنی را که شوهر دارد اجازه نداده زن کسی دیگه بشه. عرض کردم این کار کثیفی هست، کار بسیار ناشایست و نجسی هست. حتی اگر شوهر طلاق بده هم اسلام فوراً اجازه نداده یک شوهری دیگه ازدواج بکنه، عده باید بگذراند. فایده عده چیه؟ استبراء رحم است، رحمش پاک بشه، مشخص بشه که رحمش گرفتار اون شوهر اولی نیست، از او حامل نیست، اگر بود باید وضع حمل بشه، اگر نبود احتیاطاً 3 تا مریضی بگذراند، تا اینکه چی؟ تا اینکه بالاخره مشخص بشه درگیری اون شوهر نیست. این بدترین چیز هست که ظرف قرار بگیره برای 2 مرد. این کار نجسی است از این جهت. همین کسی که کنیز هست هم وقتی که کسی میخواد ازدواجش بکنه، چون اونجا شوهر داشته، باید یک عده بگذراند. الان 1 حیض هست مال او کنیز، تا بالاخره استبراء رحم باشد. به این دلیل. اما از این یه وقتی کسی فکر نکنه که تشویق هست برای کنیز گرفتن، نه، در اسلام قبل از اسلام بردهداری بوده. در فرهنگای ایرانی ها، فرهنگای رومی ها که اون زمان 2 تا مذهبی نبودن، مجوس و مسیحیان، در اون زمان بود. اسلام آمد برای بردهداری قانون تعیین کرد. حقوق در نزد اونها هیچ حقوقی نداشتند، هیچ حقی قائل نبودن اونها. اسلام آمد حقوق تعیین کرد، گفت اینها را نزنید، اینها را اذیت نکنید، نان و نفقهشون را بدید، با اینها مواسات داشته باشید، همدردی داشته باشید، آزادشون بکنید، هر کفاری که پیش میاد یکی از اینها را آزاد کنید. اسلام برای آزاد کردنشون. پس آیا
هنوز بردهداری هست یا نیست؟ اصلش اینه که علما میگویند وقتی که دارالاسلام و دارالکفر با همدیگه درگیر هستند و از همدیگه اسیر میبرن، بهترین صورتش اینه که اسیرها با همدیگه مبادله بشند. اینها اسیرهای اونا را آزاد کنن، اونا اسیرهای اینا را با همدیگه مبادله بکنن. این یک صورت است. یک صورت دیگه که بدترین صورت هست اینه که اسرای مسلمانان اونا بکشند. اینجا وقتی که حاکم مسلمان مصلحت بدونه هم این کار را میتونه بکنه، که این بدترین صورتش هست. انسانهای بالاخره کشته بشن، انسانهای اسیر، درست نیست. ولی اگر اونها انجام بدن، صورت سوم اینه که این سومین صورت هست، حتی بعد از کشتن هست، که عرض به خدمت شما اونها نه مبادله میکنه نه هیچی، اسیرهای اونها اینجا به دست ما هست. با دستور شرعی، با قوانین شرعی جایز است که اینا را در ملک املاک کسانی از مسلمانان در بیارند. بعدا همون احکامی و قوانینی که برای رقاق هست، برای برده هست، اینجا اجرا می شود. بنابراین تشویقی نیست. الله تعالی می فرماید که اینها حرام هستند، این ازدواج اینها کتاب الله علیکم، یعنی این فریضه الهی است بر شما. خدا اینو فرض کرده، این را لازم کرده، نوشتش برای شما که اینا حرام هستند. غیر از اینها و احل لکم ما وراء ذلکم، این حکم 11 بود، محرمات. حالا این حکم 12 است، زنهایی که حلال هستند برای انسان. و احل لکم، حلال است برای شما، ما وراء ذلکم، غیر از اینها، زنهایی که جز محرمات نیستند. اما برای حلت اونها چند شرط است. شرط اول، 4 شرط است اینجا. شرط اول ایجاب و قبول است. شرط دوم ایجاب مهر هست. شرط سوم نفی زنای ظاهر هست، علنا زنا نباشه. شرط چهارم نفی زنای خفی هست، یعنی نه رابطه نامشروع علنی باشه نه مخفیانه، بلکه ایجاب و قبول با مهر. لذا الله می فرماید و احل لکم ما وراء ذلکم، حلال است بغیر از اینها، ان تبتغوا باموالکم. تبتغوا ایجاب و قبول است، باموالکم مهر است، که شما اون زنها را بخواهید، از اونها به زنی، به همسری بطلبید، اونها هم قبول بکنن، مال تعیین کنید. این شد ایجاب و قبول و مهر، ایجاب مهر. محسنین غیر مصافحین، در حالی که هدف شما پاک دامنی شما باشد. محسنین یعنی چه؟ قصد از ازدواج پاکی باشد، عفت باشد. غیر مصافحین، نه رابطه مخفیانه زنا. مصافحین دوستی که مخفیانه باشد. حالا ببینید محسنین معنیش چیه؟ یعنی قصد از ازدواج چی هست؟ عفت، محفوظ ماندن از گناه. پس اشاره به این هست که هدف فقط قضای شهوت نباشد، صب منی نباشد، تخلیه نباشد. در متعه و در صیغه اونجا انسان به چه هدفی میره؟ در حالی که خیلی از زن دارند و میرند، اونجا هدف صرفا شهوت و شهوت رانی است، دیگه هیچ مسئله نیست. بسیاری میگه از همین محسنین غیر مصافحین حرمت متعه هم چی میشه؟ ثابت میشه. علامه آلوسی اینه نوشته محسنین غیر مصافحین فیه اشارة الى النهی عن کون القصد مجرد قضاء الشهوه. اینجا آیه اشاره کرده که فقط و فقط قضاء شهوت هدف نباشد، و صب الماء و ریختن آب و استفراغ اوعیه المنی، اون ظرف منی را انسان فارغ بکنه، تخلیه بکنه خودش را، این نباید باشه.
وقتی که این نباید باشه فبطلت المتعة بهذا القید، با این قید معلوم میشه که متعه باطل است، اون نکاح موقت یا صیغه باطل است. چرا؟ لأن مقصود المتمتع لیس الا ذلك. اون کسی که میره متعه میکنه اون هدفش اینه که فقط خودش را تخلیه کنه، فقط برآورده کردن نیاز جنسی است. خدا میفرماید که شرط حلت اینه که شما اونجا هدفتون احسان باشد، پاک دامنی باشد، حفاظت شما باشد، پس موقت نمیشه. فما استمتعتم به منهن، الله عزوجل میفرماید آنچه که شما استفاده کردید از آن، از اون زنها، یعنی بعد از اینکه استفاده کردید مهر چی میشه؟ کامل میشه، واجب میشه. قبلا خدمت شما عرض کردم مهر که کامل میشه بعد از اینکه ارتباط جنسی برقرار بشه. لذا اینجا همین مطلب را بیان میفرماید که وقتی که اونها را ازدواج کردید و قبل از اینکه اونها را طلاق بدید خب نصف مهر، اما مهر کی کامل میشه؟ به محض استفاده کردن. فما استمتعتم، پس آنچه که استمتعتم بهره بردید استفاده کردید، به مرجع ضمیر ما هست، یعنی اون چیزی که استفاده کردید منهن از آن زنها، فآتوهن اجورهن فریضه، اون وقت اجور اونها را یعنی مهرهای اونها را به عنوان فریضه به اونها بدهید، کامل بدهید وقتی که تعیین شده. البته مهر کامل میشه بعد از اینکه مهر کامل شد با هم دیگه رضایت کردن، توافق کردن بر یک چیزی، بر یک چیزی به نفع شوهر یا به نفع زن اشکال نداره. مثلا مهرش 10,000 درهم است، بعدن وقتی که با هم دیگه زندگی کردن زن میگه 10,000 بخشیدم 5 تا بده، اشکال نداره. یا شوهر میگه که من 20,000 بهت میدم، بازم اشکال نداره. معنیش این نیست که بعد از فریضه یعنی تعیین، بعد از تعیین دیگه تغییرش اصلا جایز نیست، نه، با خوشی با طیب خاطر تغییرش هم چیه؟ جایزه. لذا الله میفرماید که فآتوهن اجورهن فریضه ولا جناح علیکم، بعد از اینکه اون چیزی که تعیین شده هست به اونها بدید، گناهی نیست فیما تراضیتم، در آنچه که با هم دیگه راضی باشید و توافق کنید به آن، من بعد الفریضه، بعد از تعیین یا بعد از لازم شدن توافق بکنید که با وجودی که من و شما زندگی مشترک آغاز کردیم الان به نصف راضی بشیم، تفاهم بکنیم، درسته؟ نصفش را بده، بگه به 2 برابر، بازم درسته؟ فانکحوهن، اما شرط نکاح اینها هستند. ها ان الله کان علیما حکیما، بدون شک خداوند هر چیز را میداند، بر اساس علم احکام را به شما دستور میده و در کارهای پروردگار، فرامین پروردگار حکمت است. و من لم یستطع منکم طولا، حکم 13 است. حالا حکم 12 این بود که محللات را بیان فرمود، غیر از محرمات بقیه حلالن، اما با این شرایط ازدواج کنید، ایجاب و قبول، مهر، رابطه نامشروع نباشه. حکم 13 اینه که توانایی ندارید، چون که مثلا مهر سنگین، مهر زنهای آزاد سنگین، مهر کنیزها معمولا کمه، حالا توانایی نداره، خب مجبور کنیز ازدواج بکنه، اشکال نداره. و من لم یستطع منکم طولا، طول به معنی توانایی، طاقت، قدرت، کسی از شما نتوانست، قدرتی نداشت که انجام بده، ان ینکح المحصنات المؤمنات، اینکه ازدواج کنه زنهای آزاد مؤمنه را. اینجا محصنات به معنی چیه؟ حره، زنهای آزاد مؤمنه را. فمما ملکت ایمانکم، از اونهایی که در ملک شما هستند، یعنی در ملک مسلمان ها هستند، من فتیاتکم المؤمنات، اما از کنیزک های شما که مؤمنه هستند.
اونها را ازدواج کنید. والله اعلم بایمانکم، خداوند عزوجل نسبت به ایمان شما بهتر میداند. بالاخره اینکه ایمان چه کسی واقعی هست الله بهتر میداند. اما بعضکم من بعض، بعضکم من بعض، اینجا خداوند یک شبهه را، یک اشکالی را برطرف کرده. اون اشکال اینه که بعضی وقتا انسان فکر میکنه که خب چطور برای من جایز هست من کنیز بگیرم در حالی که من آزادم، اون کنیز، او برده هست، من بالاخره نسبم بالاتر هست فلان. نخیر، این فاصله طبقاتی اعتباری نداره. بعضکم من بعض، بعضی از شما از بعضی هستید، یعنی شما همه انسان هستید، برابر هستید، تفاوتی وجود نداره. بنابراین با این کنیزک می توانی ازدواج بکنی با چند شرط. اولی شرطش اینه که اون آقایش، اون اربابش، اون صاحبش اجازه بده. فانکحوهن باذن اهلهن، به اجازه اهل اونها. شرط دوم و آتوهن اجورهن بالمعروف، طبق عرف، طبق دستور شرعی مهر اونها رو هم بهشون بدهید، اما مهر به مولاش تعلق میگیره. و شرط سوم در حالی که محصنات غیر مصافحات، یعنی هدف چی باشد؟ پاکی و عفت، پاک دامن باشند، غیر مصافحات. نه ارز کنم خدمت شما که بدکاری مخفیانه، قبلا خواندیم غیر مصافحین، گفتیم اونجا همون بی عفتی را میگند و زنای مخفیانه را میگند. اون رابطه نباشه، بلکه رابطه چی باشه؟ عفت و پاکدامنی باشه. ولا متخذات اخدان، و نه به صورت مخفیانه دوست باشید، دوستی داشته باشید. از این راه های نامشروع، صورت های ناجائز هیچ کدام صورت نباشد، بلکه صرفاً اونجا بر اساس عقد مشروع مهر تعیین بشه، اهلش اجازه بده و هدف شما عفت و پاکدامنی باشه، هدف شما حفاظت باشه. لذا الله تعالی می فرماید فاذا احسن. اما زمانی که این کنیز، عرض کردم احسان اینجا به سه معنا هست. یکی احسان به معنی آزاد، یکی احسان به معنی پاکدامن، یکی احسان به معنی متأهل. اما فاذا احسن، زمانی که اینا ازدواج کردن یعنی متأهل شدند، کنیز. فان اتینا بفاحشه، اگر اینها مرتکب بی‌حیایی شدند، مرتکب کار نامشروع شد، مرتکب زنا شد این کنیزک، فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب، بر آن کنیزها هست نصف اون چیزی که بر محصنات هست از عذاب. بر زنهای حره، زنهای حره اگر متأهل باشد خب سنگسار میشه، اگر مجرد باشد حره اون وقت 100 ضرب شلاق. کنیز نصف او، البته کنیز متأهلش و مجردش فرقی ندارد. برای کنیز سنگسار نیست، برای کنیز شلاق است. مال حره شلاقش چند تا هست؟ 100 تا. مال کنیز 50 تا. چه ازدواج کرده چه عرض به خدمت شما ازدواج نکرده. فعلیهن نصف مع المحصنات من العذاب. ذلك لمن خشی العنت منکم. الله عزوجل می فرماید این که اجازه داده شد با کنیز ازدواج بشه در حالت اضطراری. خب ازدواج با کنیز یک سری ایراداتی داره، درسته از این جهت که بعضکم من بعض، برتری نداری، معلوم نیست که حره افضلتر است یا کنیز افضلتر است، ولی از این جهت تفاوت هست که انسان وقتی که ازدواج می کند با کنیز بلا نسبت منیش را اسیر می کند. به چه معنا؟ که فرزندی اگر متولد بشه این فرزند برده میشه، آزاد نمیشه. این فرزند تابع مادر است، این فرزند میشه غلام یا کنیز صاحب این کنیز.
این کنیز صاحبش کیه؟ زید هست. حالا کسی که با کنیز زید ازدواج میکنه، از اون کنیز فرزندی متولد شد، این فرزند هم میشه غلام زید، ولی اینکه بچه این باشه. پس از این جهت این نکاح یک نکاح اضطراری مجبوری هست. کسی تن به این نکاح بده که نمیتواند حره‌ای بگیرد و میترسد که اگر من ازدواج نکنم با کنیز مرتکب بی‌حیایی میشم، گرفتار زنا میشم، العیاذ بالله. خداوند همین نکته را فرموده ذالک لمن خشی العنت منکم. این برای کسی هست که از زنا میترسد از شما. و ان تصبروا خیر لکم، اما با وجود غلبه شهوت صبر کنید و کنیز ازدواج نکنید، بلکه همانطور که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده به وسیله روزه صبر کنید، روزه بگیرید و صبر کنید، این بهتر است برای شما. والله غفور رحیم. الله عزوجل بخشاینده و مهربان است. کسانی که دچار اشتباهات میشوند و به خدا رجوع میکنند، الله عزوجل از اونها درگذر میشه و هم مورد ترحم و بخشش خاص قرار میده. خب مطلب اینجا بنده خواستم عرض بکنم، نصفش را ذکر کردم در رابطه با نکاح موقت، صیغه. بسیاری از همین آیه ثابت میکنم، بنده خدمت شما عرض کردم که از این آیه بطلان صیغه، بطلان نکاح موقت ثابت میشه. اما بعضی میگن فما استمتعتم منهن، منظور از استمتاع بهره‌گیری نیاز جنسی هست. نیاز جنسی خودتون را برآورده کردید، فآتوهن اجورهن، مزدشون را بهشون بدید که فریضتا شما تعیین کردید. برای بلا نسبت هر شبی هر چقدر تعیین کردید استفاده کردید، از اون بهره گرفتید، نیاز جنسیت را برآورده کردید، چیکار کنید؟ بالاخره پولشون را بهشون بدید. لذا میگه این آیه اشاره کرده به جواز صیغه. بنده خدمت شما عرض کنم که این فما استمتعتم، استمتاع همزه و سین اضافی هست، اما از ماده میم و تا و عین هست، متعه، که معنایش چی هست؟ استفاده کردن، فایده کردن، نفع بردن. نفع بردن از کسی، از مال کسی، یا بالاخره از غیر مال کسی استفاده بکنه، بهره ببرد. و از نظر قواعد عربی وقتی که سین و تا که به باب استفعال در میاریم این را، سین و تا اضافه بشه برای معنای چی هست؟ برای معنای طلب است. لذا معنای از نظر تمام مفسرین، ببین فهم سلف معتبر است، نه اجتهاد شخصی ما، اونم اجتهاد بکنیم به نفع هوای خودمون، شهوات خودمون، خواهشات خودمون. لذا نزد سلف و خلف معنی میشه فما استمتعتم منهن فآتوهن، یعنی این که بعد از نکاح، چون بحث ازدواج بود یا نبود؟ بحث ازدواجه. از اول از سیاق محرمات داره ذکر میشه. خداوند 15 تا از محرمات را ذکر کرد که ازدواج کردن با این زنها حرام است. بعد از اون و احل لکم، از این به بعد اونهایی که حلال هستن خدای عزوجل داره ذکر میکنه و احل لکم ما حلال هستن. چی حلال هست؟ نکاح اونها حلال است، ازدواج با اونها حلال است. لذا وقتی که ازدواج با اونها حلال هست، اینجا چی میفرمه؟ ازدواجشون کردی و احل لکم، برای شما حلال است، برید ایجاب و قبول بکنید، مهر تعیین بکنید. ان تبتغوا باموالکم، خدمت شما عرض کردم از این ان تبتغوا باموالکم دو چیز ثابت شد. یکی تبتغوا ایجاب و قبول است، باموالکم ایجاب مهر است. پس ایجاب و قبول کردید، مهر هم تعیین کردید. حالا که ایجاب و قبول کردید شد زن شما، مهر که تعیین کرده نصف مهر لازم شد چون ایجاب و قبول شده.
الان فما استمتعتم منهن، این مرحله بعدی هست. یعنی بعد از اینکه مهر واجب شد، نصف مهر واجب شد، الان که از او استفاده جنسی کردی، یعنی بعد از نکاح از زنان استفاده جنسی کردید، فآتوهن اجورهن، الان مهرشون کامل شد. مهر چی شد؟ قبل از زفاف، قبل از همخوابی، قبل از رابطه داشتن نصف مهر بود. حالا آیه داره چی میگه؟ فآتوهن اجورهن فریضه. این اجوری، اجور به معنی مهور، ده ها جا شما میخوانید. این مهری که شما تعیین کردید، این مهر الان ادای فریضه هست. لذا با مجامعت و همخوابی با همسران این مهر کامل میشه. قبل از این چی بود؟ ناقص بود. اصلا بحث متعه اینجا نیست. بحث متعه چرا؟ اول آیه هست ان تبتغوا باموالکم، خدمت شما عرض کردم محسنین. هدف شما چی باشد؟ احسان، عفت، پاکدامنی. شهوترانی پاکدامنی نیست. کسی بره خودش را تخلیه بکنه، این پاکدامنی نیست. در زنا هم همینه، کسی میره با یک زنی رابطه میگیره، خودش را تخلیه میکنه. لذا در صورت متعه کسی که میره زنی را متعه میکنه برای یک شب، برای یک ماه، برای یک ساعت، برای 2 ساعت، هدفش چیه؟ هدفش صرفا هدفش اینه نیست که من پاک دامن بشم. احسان اونجا مد نظر نیست. هدف چیه؟ این 1 ساعت بالاخره نیاز دارم، نیاز جنسی را برآورده میکنم، تخلیه میکنم خودم را. پس ببینید ضد احسان هست یا نیست؟ اینجا اون محسنین در نظر گرفته نشده. با کلمه محسنین غیر مصافین ما معتقدیم حرمت صیغه چی شد؟ ثابت شد. و دیگه اینکه علامه آلوسی هم از همین آیه بر حرمت صیغه استدلال گرفته. علاوه از این حرمت صیغه از روایت های مشهوری ثابت شده. صحیح بخاری هم در صحیح بخاری هست، هم در صحیح مسلم هست. عن علی بن ابی طالب رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه و سلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلیه زمان خیبر. رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان خیبر از این 2 چیز باز داشتند، از متعه زنها و از گوشت الاغ. حالا ما روایت زیاد داریم، ولی خب شاید بعضیا بگن این روایت ها مال شماست، مال ما نیست. یه روایت دیگری، اما بعدا بغیر روایت ها از آیات استدلال میکنم. عن ابن عباس قال انما كانت المتعة في اول الاسلام. متعه بود در اول اسلام، نه اینکه اسلام مشروع کرد، بلکه یکی از رسومات جاهلیت بود که تا مدتی در اسلام ماند، بعدا اسلام حرامش کرد. مثل شراب. شراب را مگه اسلام جایز کرد؟ نه خیر، از قبل بود، ولی وقتی که اسلام آمد فوراً حرامش نکرد. اصلا در زندگی 13 ساله مکی شراب حرام نشد. در زندگی مدنی بعدها شراب حرام شد. خب حالا کسی بگه که چون شراب در اسلام بوده من الان مصرف میکنم، جایزه. متعه هم حکمش همینه. چرا؟ بوده، اول بوده، از جاهلیت می آمده. اسلام در اوائل مسائل ضروری تر بود. ایمان را باید درست می کردن، اعتقاد را، ایمان به توحید، ایمان به رسالت، ایمان به قیامت، اخلاقیات. بالاخره تا اینکه اسلام آمد و نکاحهای ناجایز را همه را حرام قرار داد. ام المؤمنین میفرماید 4 صورت نکاح بود، از این 4 صورت همین صورت معروف که الان هست همین یکی مان، 3 تا دیگر را اسلام حرام کرد. متعه را هم حرام کرد. لذا میفرماید که كانت المتعة في اول الاسلام حتى اذا نزلت الآية الا على ازواجهم. آیه سوره مبارکه مؤمنون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم.
لذا ابن عباس فرمود قال ابن عباس فكل فرج سواهما حرام، هر یکی غیر از این دو صورت کنیز و ازدواج حرام هست. بنابراین متعه یکی از رسوم جاهلیت است. خب حالا بعضی ها میگویند که این هم زنه، اینم تحت ازواج داخله، کسی که میره متعه میکنه با زنی اونم زنشه، اونم جز ازواج هست، اون را از الا علی ازواجهم استثناء نکنید. ما میگیم ببینید آیا تعریف زن برای اطلاق میشه؟ شما در قرآن کریم احکام مختلفی برای زنها میخوانید، همین امروز در سوره نساء خواندید. آیا ببینید که همون شرایطی که زن ارز کنم نکاحی داره، زن صیغه‌ای در نزد همونایی که صیغه را جایز میدونن همین شرایط را رعایت میکنند؟ همون احکامی که قرآن برای زن گفته اون احکام را دارن؟ نخیر. مثلا زن انسان میشه، همسر انسان میشه با ایجاب و قبول، با حضور شهود. اما در متعه این چیز لازم نیست، اونجا ایجاب و قبول میکنند، اما دوتایی تنها هستن، اصلا نیاز به شهود نیست. پس این حکم زن که در قرآن هست، در اسلام هست، در فقه هست، اونجا نیست. زن که زن انسان میشه تا روزی که بالاخره اینها بین اینها طلاق جاری نشده، زوجیت بین اینها تمام نمیشه. زن چطور از زنی خارج میشه، از همسری خارج میشه؟ وقتی که طلاقش بده. اما متعه هیچ با طلاق ارتباطی نداره، اون با ساعتش چی میشه؟ جدا میشه. وقتی که اون ساعت برسه، اون تاریخ برسه، اون وقت برسه، خود به خود اینها از هم دیگه بیگانه میشن از نظر همون افرادی که جایز قرار میدهند. 3. زنی که در قرآن آمده که اون زن طلاق داده بشه، اون زن چی داره؟ عده داره، به خاطر استبراء رحمش، به خاطر اینکه رحم مشغول نشه با شوهر اول. لذا اگر حامله هست وضع حمل بکنه، اگر حامله نیست احتیاطاً 3 بار مریضی سپری بکنه تا برای شوهر بعدی چی بشه؟ حلال بشه. اما اینجا نه، اینجا اگر ساعت 1 تمام میشه، ساعت 2 میتونه یه جای دیگه ازدواج بکنه. پس احکامی که مال زن هستن، مال ازواج هستن در قرآن، هیچ یک از این ازواج، از این احکام ازواج بر زن صیغه‌ای اجرا نمیشه، حتی پیش خود اونها اجرا نمیشه. همین امروز خواندید که زنی که انسان مرد از او میمیرد، این زن 1/4 میبرد، 1/8 میبرد، شوهر از زن نصف میبرد، 1/4 میبرد. اما این احکام در باب زن صیغه‌ای وجود نداره، این ارث اونجا وجود نداره. در زنی که اینجا عرض کنم زن واقعی انسان باشه، فرزندی اگر بزاید نسب ثابت میشه، الولد للفراش، اما اونجا نسب ثابت نمیشه. تمام مسائل و احکامی که در اسلام هست، چه از آیات ثابته چه از سنت ثابته، در رابطه با زن بر اون زن صیغه‌ای اطلاق نمیشه. لذا اینکه بگیم این در الا علی ازواجهم داخل است، این هم باطله، این هم درست نیست. بنابراین این یه چیزی، یه رسم بیجایی بوده که قبل از اسلام بوده، در زمان جاهلیت بوده، بعد از اینکه اسلام آمد هنوز به همون عمل میکردند تا اینکه بالاخره اسلام اون را ممنوع قرار داد. و ما معتقدیم از این آیات حرمتش ثابت است. پس و ان تصبروا خیر لکم، با وجود غلبه شهوت اگر شما صبر کنید این بهتر است برای شما. والله غفور رحیم، الله تعالی بخشاینده و مهربان هست. صدق الله العظیم.